مردم میترسیدن درباره کلام الله صحبت کردن، در بالای این موضوع صحبت کردن رو میترسیدن. اهل بدعت هم میترسیدن برای اینکه اگر یه روز آشکارتر آشکارتر بیرون شود، سلف صالح یک بار تکفیر میکردن، قاضی ها میبردن، حکم میکردن و محبس میشد و حتی به قتل میرفت. چخیلی که جعد ابن درهم وقتی که گفت که موسی با الله صحبت نکرد و ما کلم الله موسی، گفت روز عید اینا قربانی کردن، گویا سرش گرفتن. انا همچنین بود. از این جهت اهل بدعت میترسیدند و از آشکار کردن عقیده خود فریب و نیرنگ میکردن. یکی از نمود فریب و نیرنگ آنها این بود که میگفتن که کلام الله، بله قرآن کلام الله است، لیکن همین آواز ما مخلوق است، همین لفظ ما مخلوق است. وقتی که میگفتن که لفظ ما مخلوق است، همین قرآنی که در لفظ ما هست همین مخلوق است گفته، به همین واسطه مردم رو به فتنه و گمراهی داخل کرده. عاقبت الامر به فتنه بزرگ یک در بین مجتمع اسلامی داخل شده و بالاخره لفظ ما مخلوق است، یعنی قرآنی که در لفظ ما مخلوق است گفت، مقصدشون قرآن رو مخلوق گویی بود که سلف صالح اینجوری انسان ها رو هم ایده از اونها چی تکفیر کردن. و حتی در همین کتاب حرب الکرمانی اگر خوب خونده باشید، هر سه همین طایفه را میگوید. طایفه یکم کسی که قرآن مخلوق گفت، طایفه دوم توقف کرد، طایفه سوم کی است؟ کسایی که لفظش مخلوق میگه لیکن قرآن کلام الله میگه. اخیر با اومدند گفتن که کلها، هر سه یعنی این طایفه گفتن همیش یعنی کافر است گفتن و هر کسی که نوع کافر نگد کافر میشه. برای اون که سلف صالح فهمیدن که این همون طایفه سوم هم اینها بازی دارند به دین و مردم فریب و نیرنگ میدن. و این هر یک دور و زمان طالبین و علما همون دور و زمان خود الحمدلله میفهمند. در دور و زمان خود میفهمند که کدام انسان یک رو گفته به همین سخن بازی میکند. اگر شما بگید که انا همین در همین دور زمان یک جماعت رو بیار و یک انسان های رو بیار که به سخن درست بازی میکند، مثلا در زمان حضرت علی رضی الله عنه خوارج ها بودن که میگفتن که این الحکم الا لله، حکم از آن الله هست، حکم نیست مگرم بجز حکم الله. این آیت قرآن است. حضرت علی نگفتن که سخن شما باطل است، این آیت قرآن است. حضرت علی رضی الله عنه به خارجه گفتن که کلمت الحق یراد بها الباطل، کلمه حقی که از عقب این کلمه اراده باطل وجود دارد. یعنی اهل بدعت کلمه حق استفاده بردن لیکن مقصدشون از عقب این کلمه باطل بود، فتنه بود. چه که امروز علما درباره صوفی ها میگن الله لا مکان است. معنای لامکان چیست؟ اگر بگیم میگه که الله محتاج به مکان نیست، الله محتاج به مکان نیست، یا که الله در درون یگان مکان نیست. این کلمه حق است. ولی ما هم میگیم که الله محتاج به مکان نیست، الله الصمد، الله بی نیاز است. الله سبحانه و تعالی در داخل یگان مکان هم نیست، مکان این مخلوق است. الله بیرون جدا از مخلوقاتش هست. حق است. کلمه حق وقتی این سبحان الله صوفی ها میگن لیکن مقصدشون چیست بود؟ است که میگن الله لا مکان است. یعنی چی؟ الله در بالای عرش نیست. کلمه الحق یراد بها الباطل، کلمه حقی که از عقبش باطل کفر میخوان. و همچنین در زمان سلف کسایی میگفتن که قرآن کلام الله هست لیکن لفظ ما به قرآن مخلوق است و همچنین سخن رو بین مردم جاری میکردن. اینها هم به همین مانند که اگرچه کلمه به طرف حق بردنش ممکن است و حق است از یک جانب، لیکن باطل از این بیرون شدنش ممکن است. اینها علما حتی کتاب نوشتند کلمه هایی که متردد بین حق و باطل. بسیار جمله هایی هست که جمله هایی که یعنی عموم است و اهل باطل هم استفاده میبرد و اهل حق هم اهل باطل به مقصدی ناپاک و باطل خود و اهل حق به حق موافق. آواز من هست؟ علیکم السلام و رحمت الله. جزاک الله خیر شیخ. شیخ همین مسئله که
فهمیده باشند وقتی ما کسی به فایت کرونا به شیوهش هم مسخره و شوخی میکنه همینجا مثال یک کسی مسخره کنه مسخره همون این خیلی نخون مسخره نکنه یعنی همین صوفی را من دونم درستم باید کنم نه نمیستم اون موری من خودش دم وقتی میخواد سوز میستم اگر این مسخره وای من هم این مسخره نخون بلکه این مسخره کن بعضی ها مثلا میگه که ما مسخره یعنی کسی که مثال ما میگه این مسخره نخونه همین هم حق نیست همان مسخره است که برعکس اخلاقی. بارك الله فيك برادر عزیز حنیف حفظك الله. البته یک نفری که آوازش آواز مرد است، یک مردک آوازش آواز خوب است، آواز طبیعی او آواز خوب است، لیکن وقتی که قرآن میخواند همچنین میخواند که دیگرها میخندند، صدای خود رو مانند به زن میکند یا که مانند به کودک میکند و غیره و غیره. البته که این درست نیست و کسی که همچنین انسان نصیحت میکند و میگوید که وقتی که قرآن میخونی اینچنین بازی نکرده، اینچنین مسخره و شوخی طور مانند نکرده بخور، این یگان جای شوخی نه، این یک نصیحت است، این یک نصیحت است. یعنی وقتی که یک نفر آواز طبیعی خودش خوب است لیکن قرآن میخوند، یک بار آواز تلاوت در تلاوت کردن آواز خود اینقدر تغییر میده که مردم به حیرت میآیند، حتی بعضیشون تبسم میکنند، حتی به تلفن طرف نه به قرآن البته به صدای او. ما وظیفه داریم که همچنین انسان رو نصیحت کنیم که سببی یک فتنه نشود و این فتنه است، خیلی سخت تغییر دادن فتنه است و معروف است منهج پیامبر صلی الله علیه و سلم که همین آوازی که الله داد به همین آواز تلاوت میکرد. اگر تجویدش خوب باشد در همه صورت تلاوت شما زیبا میشه. بارک الله. یک نفر نوشتن که در فضیلت نماز صحبت میکردیم به حد خوب میشد. ما درباره نماز فضیلتش تمام احکام نماز صحبت‌های خیلی دور و دراز داره، از فضیلت شروع کرده به حکمش، احکامش، رکنش، فرضهایش، واجب و غیره. خواهش میکنم این درس‌های سلسله درس‌ها رو در آمده گوش کنید. برادرها هستن به شما شاید خبر میتونن در بگیرستشون. حیاکم الله. بفرمایید برادر عزیزم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اول داشتیم یکی از کسایی در ساحه که ما کار میتونم امروز ما همکار هستیم در منطقه ما هم کار میتونم در این موضوع هر شد ما اشاره دادیم. ما تقریبا 40 روز میشه که با هم در این موضوع صحبت داریم. ما الحمدلله با جمعی از دوستان خیلی دلایل برشان پیش کردیم به این موضوع که انسان اگر بود که الله سبحانه وتعالی بالای هرش استوا نداره تکفیر میشه و کافر شمرده میشن و اگر انسان بگه که الله سبحانه وتعالی هم ذاتاً در زمین هم هرش استوا داری موضوع را برشان واضح کردیم و استاد من محمد مصطفی موحد الله سبحانه وتعالی حفظش کنن و هم امروز من صحبت کرد. باز این بچه قبول نکرد، یعنی گفت که نه این عقیده شما انحراف است، بلکه باید ما به عقیده باشیم که الله سبحانه وتعالی در علیاذ بالله که ما هم هست، همین که اگه عقیده داره. یعنی بعد از این موضوعاتی که تقریبا 40 روز با هم صحبت کردیم، دلایل برشون پیش کردیم، انسان تکفیر میشه. اگر تکفیر میشه باز ما چی رخصت کنیم؟ یعنی در وضع توان نیستیم که با این انسان یک برخورد بسیار شدید داشته باشیم. یعنی در کل یک چین و قضایی را باید در اختیار بگیریم. بارك الله فيكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هر کسی که الله سبحانه و تعالی رو در بالای آسمان بودنش رو انکار میکند و در بالای عرش بودنش که به همین معنی که در بالا بودنش علو به ذات الله سبحانه و تعالی رو انکار میکند و اعتقاد میکند که الله سبحانه و تعالی در درون مخلوقات در زمین یا که با ما به این معنی که در درون انسان است، این همون دقیقه همون ثانیه کفر است. همون دقیقه بعد از 40 روز نه، بعد از 10 روز هم نه، بعد از 1 روز هم نه، انا همون وقت باید تکفیر کرده شد. برای چی؟ برای که مسئله که از مسائل اصول است، زیرا که این مسئله خیلی آشکار و واضح است و این مسئله رو سلف صالح آشکار و واضح بیان کردند.
و اگر شما 40 روز به این بحث مناظره کرده دلیل ها را آورده باشید با این در همون عقیده حلولی خودش باشد. عقیده حلولی همین عقیده که یعنی الله با ماست، الله در درون ماست، الله سبحان الله همراه ماست، به این معنی که خودش به ذاتش نه به علم و قدرتش میگن. البته که اینها حلولی ها یا وحدت الوجود یا که اتحادی ها گفته میشد که اینها البته عقیدهشون عقیده خیلی هم کفری بد است و در همون وقتش تکفیر می شود. اما وقتی که حجت رسانیده بعد از حجت اگر توبه نکرده بمیره جهنمی است، جهنمی است. توبه نکرده بمیره جهنمی میشه و توبه. اما شما چگونه برخورد میکنید؟ برخورد همین است، کفر مشرک است. تمام. شما را هیچ کس نگفت که یکون برخورد سخت کنید. برخورد کفر است، مشرک است. شما اینا یکون برخورد سخت کردن نمیتونید، براءت کنید، دور شوید، دور شوید. چه که حضرت ابراهیم علیه السلام چه گفتند؟ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. براءت، جدا شدن از اینها. چه که پیامبر صلی الله علیه و سلم در مکه مکرمه از ابو جهل و ابو لهب و غیر از کفار و مشرکین قریش براءت کرد. زورشون نبود در اون وقت، پیامبر قدرت نداشت، لیکن براءت کردن یا نکردن؟ کردن، جدا شدن. اجتناب میگند. بارك الله فيكم. وإياك شرك الله سبحانه وتعالى در قرآن میگه. بله بفرمایید. سوز ما بعداً گفتم اگر عقیده را که خودت داره علمی عقیده را داشته باشی جهنمی است، در جهنم بودنش هیچ شک نداریم و تو تکفیر میشی. یعنی حد منظور میگه در سوز ما در این هم کفارت همی دیدن ما بالاخره با این ملاقات کردن ما با این بعض قول میکنه حرکت کنید. بارک الله فیک. حرکت کنید، دور شوید. حرکت کنید، با این صحبت نکنید. البته که سلام ندهید، سلام هم جوابش نگید و این فیلم دور شوید. به قدری ستوال از این دور شوید. بارک الله فیک. و یک احسان جدا الله سبحانه حیاک الله. من نظر کردم که برادر عزیز دوست سبحان الله یک به عرض تأسف میگویم که دوست جوانهای تاجیک بیچاره ها از سبب بی‌علمی به بازی شیطان و به وسوسه شیطان واقع شده اند و خودشون نمیدونن که در کدام منهج و در کدام راه هستند. خیلی هم شیطان یک دشمن آشکار است، خیلی هم خبیث است، انسان گمراه میکند در حالی که انسان خودش را حق میگوید. و این جاهل ها هم بچه های جوان علم نخوندن، سوره فاتحه را خوندن نمیتوانند، به همین وسوسه شیطان و به گمراهی رفت. ما میگیم که اولا الله هدایتشون بکنه. اینها گمراه هست، اینها گمراه هستند، شکی نیست به گمراهی اینها. الله هدایتشون بکنه. اما آیا کسی اینها رو یا شخصا من اینها رو تکفیر کردم یا نکردم؟ ما تکفیر نکردیم. اما دیروز صحبتی که از من بود که من گفتم اینها همین روش کار اینها یا ساخته طاغوت است، یک یعنی روش کارش هم خیلی می نماید به ما نگفتیم که 100% اینا طاغوتی نگفتیم. ای جوهلا سخن خوب فهمیدن درک کرد. امروز میشنم که میگوید ابو محمد ما را گفت که شما اینا طاغوتی هستن. نه، ما گفتیم که روش کاری که شما دارید به همون تاکتیک و به همون برنامه و به همون روش طاغوت مانندی دارد. دوم روشی که شما دارید به روش جاهل ها احمقایی که سلامتیش خوب نه، اینها را احمق میگن. احمق یعنی چیزی نصف مغز سرش کار نمیکند، مریض است، از سبب مریضی یا این خیلی کار کردن ممکنه. یعنی کاری که شما میکنید علمی خیلی یک چند مشکلی دارد. یا طاغوت ها نه، اگر باید که نه طاغوت نیست، یا شما مریض هستید از سبب جهل، خیلی گمراه هستید از مریضی. سوم وریانت یا که اولین باری که ما به علما و مشایخ
عمیق آموختن علم مشغول بودیم، علما یک تاکتیک رافضه رو به ما آموزاندن. گفتن که ببینید رافضه ها چگونه به واسطه عقیده باطل سیاست های منطقه های مسلمان نشین رو، یعنی اهل سنت رو با اهل سنت زد و خورد کنونده جنگ میکنه. چخیلی که در یمن کرد، چخیلی که قریب در مصر هم کرد، چخیلی که در بحرین کرده، چخیلی که در عراق، چخیلی که در بسیار جا اهل سنت رو با اهل سنت زد و خورد میکنند رافضه ها. به کدام واسطه؟ به واسطه که رافضه ها استفاده میبرد انا همچنین عقیده ها رو. مثلا رافضه های تاجیک کتاب می نویسند درباره اعوذ بالله کافر بودن ابو حنیفه. من خودم شخصا دیده است. رافضه های تاجیک کتاب می نویسد که ابو حنیفه دیدیم بود آن بود گفته، کتاب می نویسد و رافضه ها همین در اساس عقیده‌ای که بعضی از علمای سلف گفته یافته آورده می نویسد، اینچنین می نویسد و حتی مقابل قومی خودش اهل سنت نوشته و بین اهل سنت منتشر میکنه. یعنی یک ایده مسلمان های اهل سنت به همین واسطه به بدبینی یا تکفیر علمای سلف میبرد و ایده دیگر را به ضد اونها غلو میبرد. ببینید سرشوی همین روز گشته و برگشته جوشیدنی مثلا تکفیر ابو حنیفه یا تکفیر امام بخاری که ما از جانب جاهلان میبینیم، عیناً همون تاکتیک رافضه، این یکی از تاکتیک های رافضه هم همچنین است. یعنی بعد نشان دادن امام بخاری در پشتی ابو حنیفه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه صحیح بخاری رو نابود کرده. و محمد بن عبدالوهاب رو رحمه الله رو کتابچه ها می نویسن، منتشر میکنن و غیره. برای همین امروز سبحان الله سپیدسلوژ های ایران خوارج های رو تشکیل میدهد، خوارج های رو تشکیل میدهد. برادرهای در ایران تماس میگرفتن و صحبت میکردن و میگفتن که امروز در همون کردستانی که در ایران است و بعضی منطقه ایران خوارج ها آزاد هستند. رافضه ها به خوارج هیچ کار ندارند. اهل سنت جوان ها را میبرد، نابود میکند، قتل میکند. اما خوارج هایی که به ابو حنیفه رسیدند و به امام بخاری نوشتند و رسیدند و ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب و ابن قیم و ابن کثیر و ابن همه تکفیر کردند، این خوارج ها آزاد است و حتی برای اینها همه فرصت آزادی منتشر است. یعنی برایشون جایز است، بی‌ملال است. برای چی؟ برای که برای رافضه این نمودی عقیده خوب است. تکفیر کردن همه این علما برای رافضه یک قدم به پیش رفتن است. اگر به نام اهل سنت یک ایده برای محمد ابن عبدالوهاب رو، ابن تیمیه رو، ابن قیم الجوزی رو و ابن کثیر رو و امام الذهبی رو و دیگر از علمای سلفی که بعد از اینها متقدمین و بعد از متقدمین سلف رو حتی امام ابو حنیفه رحمه الله رو اونها میاد. برای رافضه ها این بهترین چیز است، برای که رافضه ها هم حرکت دارند. شب که محمد ابن عبدالوهاب نامشون نابود شود، شیخ الاسلام ابن تیمیه نابود شود، ابن قیم الجوزی نابود شود، امام الذهبی نابود شود، ابن کثیر، ابن جریر طبری، ابو حنیفه عقیده صحیح و این چنین شاگردای ابو حنیفه و این چنین و بخصوص امام البخاری رحمه الله، این علماهای هست که رافضه ها خیلی هم بد میبینن، خیلی حرکت میکنن که همین علما رو از میدان برند او بروی این علما رو ریزونن و رافضه ها همین مقصد خود رو به واسطه خودشون او کرده میتونن. او خود رافضه اومده ابن تیمیه رو در بین ما بد نشان داده میتواند؟ نه نمیتواند، برای که رافضه است نمیدون. لیکن به واسطه جاهلک ها، به واسطه نو به دین در آمده که از دین بیخبر است، انا همین برنامه سیاسی اعوذ بالله خونریزانی خود رو که نابود کردن اهل سنت است، انا به واسطه همین خوارج ها
این عقیده را جوری میکنه. این خوارج ها خیلی استفاده میبرن، باور میکنید. چه که رافضه ها صوفی ها را در باب اسما و صفات، یا که گویم اشعری ها را در باب اسما و صفات استفاده میبرد. خود میدانید که رافضه ها برای منتشر کردن عقیده باطلش، کفریش، شرکیش، اشعری ها را استفاده میبرد، معترضی ها را استفاده میبرد. در کدام مسئله؟ در مسئله صفات های الله، در توحید اسما و صفات و در توحید الوهیت، زیرا که عقیده اینها در همین توحید همانند است. رافضه ها آمده شما رو به سوی رافضگی دعوت نمیکنند، به سوی عقیده اشعری دعوت میکنند، در باب اسما و صفات به سوی عقیده معترضی دعوت میکنند. تمام. شما وقتی که اشعری و معترضی حقیقی در باب اسما و صفات شدید، شما با رافضه در باب اسما و صفات برابر شدید و یک هستید. و این چنین در بد دیدن علمای اهل سنت و جماعت، همون علمایی که رافضه ها را قبرش کندن، همون علماهایی که رافضه ها را ریشه به ریشه، نقطه به نقطه کفرشون را بیان کردن، به مانند علمای اخیر محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله که کتاب درباره رافضه دارد، شیخ الاسلام ابن تیمیه که گفتن نمیشه چقدر ضربه ها به کتاب های در باب رافضه دارد. و کتاب منهاج السنیش که از 8 مجلد عبارت است. سبحان الله، کتاب خیلی بزرگ. این علما و امام بخاری 1000 سال پیش، امام بخاری کتاب خلق و افعال و لباس رافضه ها را تکفیر کرده، گوشت اینها را خوردنش حرام بوده، دختر گرفتن اینها را حرام بوده، سلام دادن حرام بوده است. اینها شب گریه میکنند، همین علما را بعد میبینند، چیکار کردنشون نمیدونن. همچنین خوارج ها را کتابچه ها را میبرند، خوارج ها یا جاهل ها نفهمیده خوارج میشن. خدمت به رافضه میکنن، یک، یا خدمت به طاغوت میکنن، دو، بالعموم در همه حالت خدمت به شیطان، سه، و در همه حالت ضربه به توحید و اهل توحید است. این هیچ دعوت خدمت نیست. این نفهمیدن مسئله قوت اسلام، این ندانستن سیاست شرعی، ندانستن مقصد الا الله است. مقصد شریعت، مقصد شریعت رو میخواهد، دشمن خود نکردن، برنامه اونها را پیموده نکردن و غیره و غیره. تناسب این چیزها میشود. این میشود که چیزها را گرفتن نمیتونید. در زمان همه علما بود، در زمان حضرت علی رضی الله عنه خوارجو برآمدند. حضرت علی را کتی چقدر صحابه ها تکفیر کردند، اونم که یک نفر صحابه همراه خوارجو نبود. قسم به الله، یک نفر صحابه همراه خوارج نبود. خوارج ها در بعض روایت ها 6000 نفر بودند و در بعض روایت ها 4000 نفر بودند. 4000 یا 6000 نفر باشد هم، صحابه که در پهلوی حضرت علی رضی الله عنه بود و او صحابه که رضی الله عنه در پهلوی معاویه رضی الله عنه بودند، یگان نفر از صحابه در پهلوی خوارجان نبودند. همین 6000 نفر خیستند و صحابه ها را هم جانب معاویه رضی الله عنه رو و هم جانب علی رضی الله عنه رو تکفیر کردند. به همین کار تمام نشد. اینها برنامه کشیدند که معاویه رو در شام، عمرو بن العاص رو در مصر، علی رو در کوفه رضی الله عنه، این سه صحابه بزرگ صحابه بزرگ رسول الله صلی الله علیه و سلم رو باید به قتل رسانید و نقشه کشیدن. البته که دو صحابه رو که معاویه و عمرو بن العاص بود نتوانستند، اگرچه به یکی از اونها کورت زدند لیکن به قتل نرسید. اما حضرت علی رضی الله عنه رو خوارج ها به قتل رسانید، عبدالرحمن بن ملجم. و بعد از قتل رسانیدن چه گفتند؟ اینی اتقرب الى الله بقتل علی، من نزدیکی میجویم به الله با کشتن علی رضی الله عنه. علی صلی الله علیه و سلم گفتند اینی اعطی الرایه لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. من بیرق رو
انا همین رویه رو، پرچم رو فردا به دست کسی میدهم که این انسان، این مرد الله و رسول الله رو دوست دارد و الله و رسول الله هم این انسان رو دوست دارد. حضرت علی رضی الله عنه. لیکن خوارج‌ها همین انسان رو به قتل رسوندن و گفتن که به خاطر الله است. گفتن که الله این عمل بزرگ از ما قبول کن. این فتنه در زمان حضرت علی وجود شد. حضرت ابن عباس کسی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به حضرت ابن عباس داد دعا کرد که اللهم فقهه فی الدین و علمه التأویل. ای الله ابن عباس فقیه در دین کن و تعویل یعنی تفسیر قرآن رو به این ارزانی گرانی برایش بیده، یعنی عالم تفسیر بکن. در قد یکی از علمای قوی اهل سنت و جماعت که علمای قوی صحابگان از جانب حضرت علی رفتن به خوارج‌ها بحث و مناظره کردن، خوارج‌ها را شرمنده کردن در 3-4 مسئله این که خوارج‌ها گفتن که ای حضرت ابن عباس ما این جانب حضرت علی و جانب ابن عباس رو تکفیر میکنیم به خاطر اینکه اینها قرآن رو ترک کردن، دو انسان نگرفتن حکم قرار. حضرت ابن عباس 2 آیت قرائت کردن که فجعلوا حکما من اهله و حکما من اهلها. اگر زن شوهر به همدیگر زنی بکند مشکل در زندگیشون شود، الله میگه که یک حاکمی رو از اهل مرد و یک حاکمی رو از خانواده زن بگیرید، اینها در بینشون حکم کنند. این به چی میگه؟ خاموش شکست خود خودشو. و بعد از این گفتن که حضرت علی وقتی که با عایشه رضی الله عنها جنگ کرد، بعد از این که همون حضرت عایشه و حضرت علی یعنی لشکران اونها رو شکست دادن، کنیز نگرفتن. حضرت ابن عباس شما که زنی رسول الله رو کنیز شکست دادن. سبحان الله. و چیزی دیگر و بالاخره برادرای عزیز شکست خوردن، شرمنده شدن. در بینشون یگان نفر صحابه نیست. از این 6000 نفر 3000 نفر توبه کرد و جانب حضرت علی آمد، لیکن 3000 نفر دیگر توبه نکرد. 3000 نفر دیگر توبه نکرد. در همون گمراهیمون تو اینکه به قتل رسیدن. بالاخره شیطان خیلی هم رو زینت دیده. شیطان دسیسه های گناهون و فریب و نیرنگ های گناهون. پیامبر صلی الله علیه و سلم رسول الله، کسی که الله وعده داده بود که حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، حسبت یعنی کافی تو، نگه دارنده تو الله هست. الله برای تو کافی است. الله تو را 100% نگه می‌دارد. گفته بود پیامبر شب و روز دعا می‌کردن که اللهم انی اعوذ بک من الفتن. ای الله من به تو پناه میبرم از فتنه ها، ما ظهر منها و ما بطن. آن فتنه هایی که ظاهری هست و آن فتنه هایی که باطنی است. پیامبر صلی الله علیه و سلم به الله پناه میبردن که الله ما را از فتنه نگه بدار. در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم منافقین چقدر در پهلوی پیامبر، وقتی که پیامبر به مدینه آمدن، سال اول، سال دوم، سال سوم همراهی پیامبر صلی الله علیه و سلم بودن 3-4 سال. اما وقتی که جنگ احد شد سال دوم هجری، بعضی علما میگن سال آخر دوم هجری، سرسری 3 هجری، در اول جنگ ثلث الجیش رو 3/1 جیش رو 3/1 لشکر رو، همین لشکر اگر 3 قسم تقسیم کنیم، از 3 قسم یک قسم میشه، یک قسم بزرگ میشه. عبدالله بن ابی منافق گرفت به عقب رفت، پیامبر فریب داد. در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم این چنین حادثه ها بود. در زمان پیامبر بود. در زمان سبحان الله پیامبر یک مرتبه نه، یک چند مرتبه حتی منافقان پیامبر طعنه زدن، ایده از اونها در بالای زنشون و غیره و غیره. مقصد از این گفته ها چیست؟ مقصد از این گفته ها همین است که برادرهای عزیز اهل توحید بخصوص طالب علم جمعه، وقتی که یک ایده از جهلا میبرایند رو انتخاب میکنند و به شما حکم‌های زیشت، حکم‌های زیشت، معامله‌های زیشت، خیلی هم معامله‌های غیر اخلاقی میکنند،
شما فکر نکنید که مشکلی در شما هست. شما فکر نکنید که گمراه شما هستید. شما فکر نکنید که کمبودی دست ماست که رو به وجود آورم. نه، نه والله، نه والله. اگر این چنین فکری در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله منافقین جدا شدن، پیامبر ترک کرد در جنگ روز سخت‌ترین، در همین سرشوی جنگ. عیب در کی بود؟ اگر این چنین فکر کنید، سبحان الله، بعد از وفات رسول الله عام الرده، سال اول رو، سال یکم رو عام الرده موندن. چقدر بنام مسلمان هایی که پیامبر رو دیدن مسلمان شده بودن، دیدن که پیامبر وفات کرد، یک را عقیده های بخویش و غلطه خوب، بعضی ها خواستن که رئیس قوم شدن، بعضی ها خواستن پیامبر شدن، بعضی ها خواستن که خود رو ندیان خودشون جمع بکنن. ایده و مانع الزکات تکفیر شدن، ایده مسیلمه کذاب خودش پیامبر اعلام کرد. یعنی خواستن که یک بار از فرصت استفاده برند. امروز هم اگر یک چند وقت طالب علم باشند یا نباشند، یک بار اهل چیزها را زده گیرند. 1000 نفر 500 نفر اقل 200 نفرش از خود کنید. این نقشه شیطان است. در شیطان بعد انسان به اون هیچ چیزی گمراه میکرد. و بعد از این وقتی که سبحان الله زمان حضرت عثمان رضی الله عنه ظلم رسول الله رقیه و ام کلثوم رضی الله ام کلثوم و رقیه رضی الله و عثمان بن عفان ذو النورین رضی الله عنه یکی از 10 یار بهشتی سبحان الله جمع کننده قرآن، خدمت کننده به اسلام رو، عبدالله ابن سبعی یهودی به مصر رفت، مردم جمع کرد، همچنین جاهل ها همیشه بودن، جمع کرد آورد حضرت عثمان رضی الله عنه رو در درون خانه اشون به قتل رسانید. و درون خانه اشون در آمدن. حضرت عثمان رضی الله عنه در حالتی که قرآن تلاوت میکردن، زنشون در پهلوشون بود. شمشیر را به بالای حضرت عثمان زدند. حضرت عثمان دست خود برداشتند که دست حضرت عثمان یعنی انگشت‌هایشون را نصف کفشون را بریدند و در بالای قرآن حضرت عثمان ابن عفان داماد رسول الله، کسی که رسول الله تذکر داده بود، کسی که رسول الله او را 10 یار بهشتی اهل جنت گفته بود، فقط رسولید حضرت عثمان حادثه زشت. اینها را کی کرد؟ اینها را صحابه نکردن، اینها را جاهلی کرد. بعد از حضرت عنه در زمان حضرت علی خوارج ها پیدا شدن. سرشبی خوارج در زمان حضرت عثمان بودن، همچنین جاهل ها حضرت عثمان قتل کرده با حق میدونستن و حضرت علی را هم بیرون قتل کرد. چیزی که کمی پیشتر بیان کرد و ایده حضرت علی رو اله گرفتن، حضرت علی رو اذیت دادن، از این جانب کان گفتن اله. یعنی ببینید حضرت علی چقدر به فتنه سخت گرفتار شدن، چقدر به ابتلای سخت گرفتار شدن. یک ایده حضرت علی رو کافر میگفت و تکفیر میکرد و کشتنشون رو میخواست و بیلو کرد به قتل رسون و به شهادتشون رسون رضی الله عنه. و یک ایده حضرت علی را در حقشون غلو کرده اله گرفته بود. سبحان الله، چقدر روزی سخت است برای یک مسلمان. چی برسد به حضرت علی؟ حضرت علی چقدر رنج کشیدن از دست این جهلا، از دست جهلایی که غلو کردن در حق علی و از دست جهلایی که بر ضد حضرت علی غلو کردن. الله المستعان. بعد از حضرت علی در زمان حضرت حسن وقتی که اومدن به همون گفت پیامبر، همون پیامبر صلی الله علیه و سلم چی کردن؟ عمل کردن. حضرت حسن رضی الله عنه را پیامبر گفتن که این ابنی هذا سید و الله بی بین فئتین من المسلمین او طائفتین من المسلمین. انا من فرزند من خیلی سید است و خیلی انسان خوب است و به دست فرزند من یعنی حسن
طائفه بزرگ مسلمان ها الله جمع سرجم کرده یک طایفه میکنه. حضرت علی و حضرت معاویه جنگ شد و بالاخره بعد از وفاتی که بعد از اینکه خوارج ها حضرت علی رو به قتل رسانیدن، حضرت حسن آمدن به حضرت معاویه بیعت کردن. خوارج ها شکست، امت اسلام شد. با فتنه وجود آمد، فتنه به بالای حسن، چرا اینجوری کردی، چرا این کردی اون کردی، و بالاخره حضرت حسن رو بعضی روایت‌ها زهر دادن و بالاخره درباره‌شون فتنه ها به وجود آمد. در زمان حضرت حسین اهل عراق به حضرت حسین نامه نوشتند، یک نامه نه، 10 نامه، 20 نامه، 100 نامه که ای حسین از الله بترس، تو ما را ترک کردی، در روز قیامت گریبان تو را ای حسین نگیریم، تو نبیره پیامبر هستی، بیا به عراق، ما مظلوم هستیم، ما حق میخواهیم، ما حکم قرآن و سنت میخواهیم، بیا بیا بیا. حضرت حسین لشکر داشتند، قوی بودند، در مکه آرام زندگی داشتند، خواستند که به عراق روند. عبدالله ابن زبیر گفتن که ای حسین نرو، عبدالله ابن عمر گفتن که ای حسین نرو، اهل عراق اهل فتنه هستند، جاهل هستند، این جاهل ها تو را به فتنه گرفتار میکنند، جاهل ها چندین بار پدرت به خیانت کردن، بو خیانت میکنند. حضرت حسین وقتی که نامه ها رو خوندن گفتن که این نامه های خیلی بزرگ است، من امانت دارم که باید روم، مسئولیت دارم. وقتی که رفتن جاهل ها حضرت حسین خودشون به قتل رسوند، خیانت کرد، اصلا به حضرت حسین آب نداد. یک جوان حضرت حسین قتل زنشون، فرزندهایشون، کودکچه ها کشتن و پس نبیره پیامبر صلی الله علیه وسلم که پیامبر گفتن سیدی شباب اهل جنه، این دو فرزندشون هست، الحسن و الحسین ریحانتان من اهل جنه، حسن و حسین جوانهای اهل جنه است، دو جوانهای اهل جنه است. حضرت حسین بو خیب دادن کی؟ جوهلا سبحان الله. چقدر علماهای بزرگ بعد از صحابه آمدن، چقدر علماهای بزرگ از تابعین حق رو میگفتند، منهج صحابه ها را زنده کردند، حق میگفتند. از این تابعین ها شاگردهای وجود آمد بر ضد تابعین، بر ضد تابعین ها مقصدی بد نداشتن، همین حق گفته، منهج آشکار حق گفته میرفتن. لیکن ببینید معتزله به وجود آمد، جعد ابن درهم به وجود آمد، بشر المریسی به وجود آمد، جهمی ها به وجود آمد. مثال عادی معتزله ها سردار ابن ابو داود و غیره سرشدهشون اعتزال کردن، یعنی ترک کردن، جدا شدن است. معتزله کسایی که جدا شدن از کی به وجود آمد؟ معتزله ها همون کسایی هستند که در درس های حسن بصری رحمه الله می نشستن، لیکن در مسئله روز قیامت و پرسیش جنت و دوزخ و مخلوقاسیون است و بالاخره انیق در باب گناه کبیره کمی غلو کردن و به حضرت حسن بصری تابعی شاگرد صحابه را رحمه الله خروج کرد، بر وی اعتراض شدند، از این چیزها رو، حادثه ها رو ما میتوانیم تا حالا نقل بکنیم. سبب این همه فتنه چی است؟ سبب این همه دسیسه ها چی است؟ سبب این همه فتنه ها چی است؟ اول شیطان لعین الرجیم 24 ساعت در فتنه، در حرکت، در کوشش است، یا به غلو، یا به تقصیر، یا به مسخره و استهزاء و غیر چیزی دیگر. و دومین چیز از خود انسان ها، جهلا، جهل این مرگ است. جهل این سخت‌ترین دشمن انسانیت است و جهل سخت‌ترین دشمن مسلمان هاست. مسلمان وقتی که جاهل است نمون مرگ است. مسلمان وقتی که این جاهل نه علما را گوش می‌کند، نه در نزد علما می نشیند، نه کتاب میخواند، انمین جهل است. و انمین جهل این مسلمان به نام مسلمانه یا که به قبر پرستی میبرد، یا که به خدمت طاغوت میبرد، یا که به خودکشی میبرد، یا که به دزدی میبرد، و یا که این چنین ببینید که به خوارجی، غلو و دشنام و بی‌ادبی میبرد. جهل این داست، الجهل داء
جهل مریضی است که دوایش علم است. علم قرآن و سنت است. سبحان الله، سبحان الله. یگان جاهلی رو ندیدیم مگر این که به فتنه دچار میشه. قسم به الله. برای همین است که الله سبحانه و تعالی گفت فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. بدون که نیست معبودی بر حق بجز الله و بعد از این سپس استغفار از گناهات کن. وقتی که نوات رو امام البخاری دیدن، بابی رو در صحیح بخاری نگاشتند و گفتند که العلم قبل القول والعمل. علم داشتن، علم آموختن، آموزش، فهمیش پیش از سخن کردن و پیش از عمل است. منهج سلف صالح همین است که هر کسی سخن کرد علم ندارد گمراه است، ضال است، مضل است. هر کسی که عمل کرد و علم ندارد ضال است، مضل است، گمراه است و گمراه کننده است. کسی که علم ندارد برایش سخن کردن حرام است. کسی که علم ندارد برایش عمل کردن حرام است. زیرا که سخن و عمل باید در اساس علم، در اساس قال الله و قال الرسول و قال الصحابه رضی الله عنهم باشد. وقتی که علم نداری، وقتی که جاهل هستی، قال الله گفته نتوانی، قال الرسول گفته نتوانی، قال الصحابه گفته نتوانی، منهج سلف صالح ندانی، اصول منهج سلف صالح ندانی، سیاست شرعی که الله در قرآن ذکر کرد ندانی، مقاصد شرعی که الله در قرآن ذکر کرد ندانی، اسلوب و روش استفاده بردن قرآن و سنت و مذهب سلف رو ندانی، تو وقتی که سخن میکنی بر ضد دین صحبت میکنی، حالا که تو نیتت خوب است. تو فکر میکنی که به اسلام خدمت داری، تو فکر میکنی که به اسلام خدمت داری، اما نتیجه سخنهای تو در همه روزهای اول، یک روز، دو روز، 3 روز معلوم میشود که تو غیر از فتنه در بین مسلمان ها، غیر از بین مسلمان ها دیگر خود میکنی. سبب چیست؟ سبب این است که وقتی که جاهل هستی صحبت هایی که میکنی از کجا به وجود آمد؟ از امام تو. امام جاهل ها کی است؟ شیطان است. وقتی که جاهل هستی بحث مناظره میکنی از کجا تو حجت میاری؟ از نفست. امام نفسی تو، رئیس نفسی تو شیطان است که تو رو در درونت وسوسه و با وسوسه گمانت فکر میگی. برای همین بارک الله فیکم همه انسان ها زیان کشیدند، همه انسان ها زیان کشیدند، خسارت زدند، کسایی که الا الذين آمنوا، بجز همون کسایی که ایمان آوردند. ایمان یعنی به علم به وجود میاد. ایمان نفهمیده ندانسته باور کرده نمیشود. اول میفهمی، اول میآموزی، ایمان میاری. یک چیز رو اول دانسته بعد ایمان میاری. اول جنت فهمیدی بعد ایمان میاری. جنت بخنه باشه ایمان میاری. ایمان این خودش علم است، این خودش عمل است، ایمان خودش توحید است. و عمل صالح، ایمان آوردی یعنی علم، اعتقاد صحیح کردی، شدی عمل صالح میکنی. و تواصوا بالحق، مردم نصیحت به سوی حق میکنی و مردم به سوی صبر میکنی. از همین منهج برادر عزیزم، طالب علم های اهل سنت، دعوتگرها، برادران و خواهرانی که به دعوت و به نشر دین مشغول هستید، وقتی که جهلا را میبینید که بر ضد شما تخت تاز میکنند، بر ضد شما صحبت های باطلی را میگن، جهلایی که همچنین هستند، این تاریخ گذشته را به خاطر آورید، سیره پیامبر را به خاطر آورید، سیره صحابگان را به خاطر آورید و سیره سلف صالح را به خاطر آورید و بعد از این شما هیچ وقت پس نروید، هیچ وقت غمگین نشوید. وظیفه شما رسانیدن است و عمل کردن است. این وظیفه شما نیست که هر یک چیز رو در جایش نقطه گذاری کنید. نه، تدبر. این المدبر الله است. الله چه خواهد همین میشه. وظیفه ما همین است که دعوت بکنیم به حکمت و به موعظه و به منهج رسول الله و بعد از این وقتی که همچنین حادثه شد به منهج صحابگان و به منهج سلف صالح معامله کنیم، ترک بکنیم و غیره. یکی ما خطرش رو به مردم بیان میکنیم که این چنین انسان ها رو ما کم ندیدیم. جوهلایی که مثلا غلو میکنن، ما اینها رو نگفتیم که اینا طاغوتی است، نگفتیم. اینها یک چند واریانت دارند یا از یک چند حالت خالی نیستند. یا
استفاده میکنند، البته اینو نمیفهمند، اینو نفهمیده است، رو فضول استفاده میکنند. یا اینها مریض هستند، احمق بی‌تمیز، یا که اینها دست پرورده های طاغوت هستند. خود اینها شاید نباشند، همون سردارهایشون چخیلی که ما میدونیم بعضی ها رو فروخته است و این کرده است اون کرده است، همچنین است. برای همین بارک الله فیکم یگان جای وایمه نیست، یگان جای مشکلی نیست، یگان جای اینجا ناویگری نیست، یگان جای خجالت نیست. چیزی که بود و میشد و هست و میشد. بارک الله فیکم و حفظکم الله. یکی ابتلا هست برای اهل توحید، یکی ابتلا هست. ما البته نمیخواهیم، الله هم در تقدیر شرعی این چیز حرام کرده است، لیکن کوناً الله سبحانه و تعالی این چیزا را در تقدیر کونی اجازه داده است. ما نمیخواهیم، ما دوست نداریم این چیزا را. حرکت میکنیم، نصیحت میکنیم، باز میداریم، لیکن وقتی که شد چیکار بکنیم؟ بارک الله فیک. کسایی که بولو به مردم میبره خوش میکنم. همین بولو را هم تو فقط مکرمونه مدیراتور کسی اونمون نبرد بنام میبرد بین سنو میبرد. بارک الله فیک. اوزوی میکروفون مثلا کمی اینسان صحبت کننده و کمی اذیت دادنشون میکنه، فکر کاریشون میکنه. حیاکم الله. برادر عزیزم، انشاءالله من خواستم همین مسئله تقلید در مسئله تقلید حلقه یا صحبت سوم، یک مجلس سوم گذاریم. چی میگیم برادر عزیزم؟ اگر چنین فرصت باشد بهتری میشه شیخ. بارک الله فیک. سلام علیکم. حیاکم. تمام انشاءالله اینا منتشر شد. و علیکم السلام و رحمت الله. کسایی که در بالا هستی خوش میکنم مدیراتور برادر رو اگه مدیراتور باشن پایان کردیم بعضی برادرهای غیر از طالب علم ها، برای اینکه اینها برای اگر اینها بران جای نوبت دیگه کس میدارد درون صحبت به قطع میشد و غیره و غیره. بله برادرها خواهش میکنیم که مقصد فروید انشالله که بعدی که تمام کردن بعد ببرونیم انشالله سوالات رو میکنیم. برادر محمد کی افغانی شو میسته سیر کشید سیر به من بولو برام برادر که من جالب میکنم بعد تمام. حياكم الله. تمام. جزاك الله خير وبارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران عزیز اهل توحید، بارك الله فيكم و حفظكم الله و رعاكم. این مجلس سوم ما و شما و صحبت ما در این مجلس در بالای باز تقلید است. در دو مجلس گذشته، محاضره های دو گذشته، ما در محاضره اول یک مقدمه داشتیم، در محاضره دوم در مجلس دوم و شما معنای تقلید را هم از لغت و هم از اصطلاح بیان کردیم و گفتیم تقلید در اصطلاح قبول کردن سخن یک انسان بدون حجت، قبول قول الغیر بلا حجه، العمل بقول الغیر بلا حجه و التزام بغیر قول بلا حجه و خیلی تعریف ها را گفتیم. تعریف خوبش هم همینجا به شما بیان کردیم و بعد از این گفتیم که بین تقلید و بین متابعت چی فرق دارد؟ آیا فرقی هست؟ بله. تقلید
پیروی کردن به یک انسان بدون فهمیدن دلیل، فقط به یک سخنش. یک آدم یک سخن گفت پیروی کرد، دلیلش نفهمید، این تقلید است. تقلید یعنی پیروی کردن فقط از سخن نه از دلیل. اما متابعت این تقلید گفته نمی شود، این پیروی کردن از دلیل است. هر کسی که مرا شنید و به خاطر دلیل ها سخن رو قبول کرد، دلیل ما دیده سخن قبول کرد، او مقلدی من نیست، او متابعت به قرآن و سنت به فهم سلف کرد. این رو متبع گفته میشه. برای همین اهل بدعت وقتی میگویند که ای خود شما هم مقلدی فلان فلان، این بس دیدیم معقول کردید، این مقلد نیست. ما این علما را قبول میکنیم در حالتی که با دلیل از قرآن و سنت و فهم سلف صالح مسئله رو بیان کردن، ما البته قبول میکنیم. این را تقلید گفته نمیشه، این را پیروی میگن. اما فقط گفته باشن، سخن گفته باشن، مسئله رو گفته باشن به دلیل ما قبول کنیم و ما تقلید نمیکنیم. هر چیزی که گفتن به دلیل قبول میکنیم، دلیل قرآن و سنت با فهم سلف. این اتباع است. تقلید را شریعت حرام کرده، اتباع را شریعت ضرورت شماریده. خیلی که الله سبحانه و تعالی در قرآن میگه فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. سوال کنید اهل ذکر رو، یعنی اهل قرآن رو، اهل سنت رو، اهل فهم صواب رو. ذکر قرآن و سنت است. اگر ندونید، یعنی اگر ندونید علما را رفته هر چیزی میگن قبول کنید، نه. همون علمایی که به شما از قرآن و سنت با فهم سلف صالح به دلیل یک مسئله را بیان میکنند، از همینها رفته سوال کنید. الله گفت فاسألوا العلماء ان کنتم تعلمون، نگفت علما را بپرسید اگر شما ندانید، نگفت. زیرا که علمای هستند که حق و علمای هستند که باطل. الله در اینجا عمیق بیان کرد که اهل ذکر، اهل قرآن رو، اهل سنت رو، اهل فهمی که فهمشون موافق فهم صواب باشد، انا منها را سوال کنید. ذکر قرآن از ذکر سنت است. خیلی که در اینجا بیان کردیم. و بعد از این به شما بیان کردیم که انسان ها چند طبقه هستند: طبقه مجتهدین، طبقه مقلدین، عام، مردم عامه که اینها مقلد هستند و تقلید به اینها هم به دو شرط جایز است: تعصب نکنند و وقتی که دلیل آمد از قرآن و سنت قبول بکنند، و دومین شرطی که در اصول دین، در واجبات تقلید نکنند، در مسائل فروعات و میدی شده باشد. و چهارمین مسئله که در مجلس گذشته به شما بیان کردیم این بود که در کدام مسائل دین تقلید کردن رو به مردم عامه جایز گفتند. ما گفتیم که دین ما تقسیم می شود. خیلی که امام ابن جریر الطبری في التفسير في معالم الدين گفتند، و خیلی که المزي ذکر کردند، که امام الشافعی ذکر کردند و غیر و غیره، که دین ما اصل دین دارد. تقلید حرام است، هم به عالم، هم به عامه و هم به همه. در واجبات دین تقلید حرام است، اما در مسائل مستحبات، فروعات، این مسائل خلاف موضوع لیلش مشکل سنت اجتهاد کردند و این هم تقلید برای کی است؟ برای مردم عام است. این چهار موضوعی که ما حالا ذکر کردیم برادرهای عزیزم، این برای شما گذشته بود، در صحبت گذشته ما به شما رسید. من حالا یک مرتبه دیگر به شما مختصر ذکر کردم، شما این مسئله را حفظاً بدون. حالا داخل میشه این مقدمه بود. امروز موضوع ما چی است؟ اولا ذم التقلید، بد بودن تقلید کردن و نهی شدن از تقلید. الله ما مسلمان ها رو از تقلیدی کورکورانه باز داشته است، منع کرده است. و این چنین رسول الله صلی الله علیه و سلم ما رو از تقلید کورکورانه منع کردن و این چنین همه از تقلید منع کردن. یگان نفری از صحابگان، تابعین، تبع تابعین نگفتن که پیروی من باشد، نگفتن. این چهار مذهب هایی که هست، این چهار مذهب تقلید کردن به این مذهب در عصر سلف صالح این حادثه به وجود نامد. مذهب در عصر چهار به وجود آمد.
تقلید کردن به مذهب در آخرای عصر 4 و غیره به وجود آمد. زیرا که در اول مذهب بود اما تقلید رو مطلقاً به این امروزه تقلیدهایی که هست حرام می‌گفتند و بالاخره آهسته آهسته وقتی که مرور زمان گذشت، زمانهای طولانی گذشت، آمدند و بعضی از متعصبین مذهب پرستان دین اسلام رو، منهج پیامبر گذاشته رو، ملت ابراهیم رو ترک کردند. مذهبی بدتر چون مذهب نباشی، از یکی از این 4 مذهب نباشی تو کفری بود. حتی رفته کار به جای رسید که مقلدهای جاهل حنفی مقلدهای شافعی رو تکفیر کردند، مقلدهای شافعی مقلدهای حنفی رو تکفیر کردند. حادثه جای رسید که در گرد خانه کعبه 4 مذهب 4 مراتبه در 4 طرفش نماز می‌خوندند. حتی اختلاف مذهب، زد و خورد مذهب حنفی، مقلدهای حنفی و مقلدهای شافعی به درجه رسید که شافعی ها زندگی کردن در همون منطقه که حنفی از حرام می‌گفتند، حنفی ها زندگی کردن در همون منطقه که شافعی از حرام می‌گفتند. مقلدین امام‌های همدیگر رو تکفیر می‌کردند. مقلدین یعنی همه جاهل‌هایی که خودشون پیروی به ابو حنیفه کردند، جاهل‌های احمقایی که خودشون پیروی از امام شافعی کردند، سبحان الله درود رو به همدیگر می‌گفتند. حتی در امروزه سوریه، در همین شام مسجد وجود دارد که 4 منبر دارد، 4 منبر یا 4 محراب. 4 محراب یعنی حنفی‌ها در محراب 3 مذهب نماز خواندن حرام می‌گفتند. هر مذهب به خودش محراب داشت. هر یک مذهب در یک مسجد نمازها را جدا جدا از دیگر مذهب می‌خواند. امت این مذهب پراکنده کرد، پریشان کرد. لیکن علمین کی ساخت؟ این تقلید کورکنورا تو باید مذهب حنفی باشی، تو در تاجیکستان هستی حنفی نباشی تو گمراه هستی، گفتن کی پیدا کرد؟ اولین کسی که پیدا کرد این شیطان است. این وسوسه شیطان است. این سخن در کتاب الله وجود ندارد، در دین الله وجود ندارد، در سخن رسول الله وجود ندارد، در زمان صحابه تابعین تبع تابعین وجود نداشت. این انسان‌های جاهل متعصب دشمنان دین و گمراه‌ها به وجود آورد و به خاطر مذهب دیگرها را تکفیر می‌کرد و این چنین امروز علمی گمراه‌های صوفی‌های کوری امروز عیناً همین خیلی میگن به مذهب کفر است. یعنی تو به مذهب هستی ما میگیم تو از وجود دارست که به نسبیم ما در همون مذهب در همون منهج هستیم پیامبر گذاشتن قال رسول قال صحابه قال سلف صالح بفهم سلف صالح انا نمیگم اگر به منهج تو کفر بگویی به مذهب تو کفر بگویی تا عصر 4 امت اسلام میلیون ها مسلمان ها مذهب نداشت. مذهب عصر 4 نمیداد. کسی که میگه که مذهب واجب است، تقلید کردن از مذهب واجب است، ما میگیم که واجب گفتن یعنی فرض گفتن، حرام گفتن، حلال گفتن، این حکم الله است. این حکم باید الله و پیامبر بفرستند. پیامبر این حکم میکرد. حتی صحابه ها از پیش خود حرام و حلال نمیکرد. شما در دین الله سخنی را گفته ایستادید که الله نگفت، رسول الله نگفت. شما دروغگویان هستید، در حق الله دروغ میگید. الله شما را گفت که ومن تقول علینا بعض الاقاویل، هر کسی که در حق ما بعضی از سخنهای دروغ میگه از موی پیشانیش میگه و رگی گردنش و دلش رو میکفند. این جزا برای شما است که شما دروغ گفتید. پیروی کردن از مذهب واجب است، گفتن دروغ است. یک مذهب معین پیرو شدن واجب است. از یک مذهب معین دیگه این دروغ است در حق الله و رسول الله و دین. این بهتان است. این سخن وجود ندارد. اگر این واجب می بود پیامبر میگفتند و اولین انسان پیامبر که این پیروی میکنند خودشون پیروی یگانه پیروی که واجب است، واجب الاتباع این محمد صلی الله علیه و سلم است. برای همین تقلید کورکورانه این یک گمراهی و ضلالت است. قرآن و سنت و اجماع صحابه تقلید را بالکل برایشش انکار میکنه. مسلمان باید بیاموزه، مسلمان باید بفهمه. از هوا عوض کورکورانه نه. لیکن علمای سو برآورند به همین صحبت‌های باطل، به همین وحی شیطانی
مردم فریب داده گمراه میکنن که بی مذهب شوی کفر بشوی، بی مذهب ها زدی طلاق هست، بی مذهب این گمراه هست، بی مذهب گناهی کبیره است، زیرا که مذهب به پیروی کردن واجب است. یکی از اونها عبدالرحیم قزاقانی، یک جاهل، کسی که علما را ندیده است، در بعض روایت‌ها شرق شناس است، یونیورسیته لیلی سوختر تمام کرده است. این جاهل میگه که پیروی کردن از یک مذهبی معین واجب است. بگه نامقل کردی کذاب است. اگر واجب باشد دلیل قرآن بیار، دلیل سنت پیامبر بیار، دلیل فهم صحابه بیار که واجب گفته باشن. واجب الله و رسول میگه. تو کی هستی؟ انا کن. الله سبحانه و تعالی در یک چند آیت تقلید رو مذمت کرد. مقلد کرد آدمی که کورونه دلیل نمی گوش نمی به دلیل راوگاد میرد، شینگاد میشند، خیلگاد میشند. سخن پیریشه قبول کردن میگیرند. سخن پیر اگر کفر باشد هم قبول میگیرند. چه که صوفی ها پیر میگیرند و مرید و پیر میشوند، هر گمراهی است. پیر چیزی بود قبول است. دلیل پرسی پیر دیوانه میشود و تو را عورت دستمال ملتکوب میگه. حتی صوفی ها منهج پیدا کردن که دلیل گویی که کفر میگه. بدترین سخن در نزد گمراه اهل بدعت و بخصوص صوفی و رافضه و حزبی و آزری دلیل، کلمه دلیل ببین یک قد بپر. صوفی ها دلیل نمیگن. همین منهج پیر یا مرید، پیر گرفتن و مرید شدن برای چی؟ برای همین کلمه دلیل نابود کردن. یکی از قاعده مرید شدن همین نصیب نمیپرسی. وقتی شیخ میگه که هم پیری تیار که بلا ذکر رو در یک روز 1000 بار گوید. شما دلیل به کفر دلیل نمیگه، من میگه میرید میگه نماز فجر رو این مثلا 4 رکعت میخونید دلیل نمیگه. پیر گفتم از این رو حق است. این علل تقلید است، این گمراهی است. این حکمت الله برای گفت که در کتاب جوشنی امان شمشیر بران نام این کتاب عبادت شیطان مونده واسه کردن، یعنی طلب کمک از الله مشکلی نداره. وقتی که کلمه دیگه تقلید است. تقلید در شرکت برای چی؟ برای که تقلید در اینجا حرام است. تقلید در اصل حرام است. حالا ببینید الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیه 170 و 171 میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم فهم لا يعقلون. الله میگه که زمانی که با آنها گفته شود، آنها که هستند مشرکان، پیروی کنید، اتبعوا متابعت کنید، تقلید کنید، متابعت کنید به آن چیزی که به شما از جانب الله نازل شد. ما انزل الله، آن چیزی که الله به شما نازل کرد. مشرکان میگفتند که ما پیروی میکنیم از همان چیزی دریافت کردیم پدر و بزرگایمون. یعنی الله به محمد صلی الله علیه و سلم آیت رو نازل کرد و امر کرد که ای قریشی ها، ای مکگی ها پیروی کنید از همین الله نازل کرده. مکگی ها قریشی ها گفتن که ما پیروی از الله نازل کرده و از توی محمد نمیکنیم. ما پیروی از بابا اوچه های خودمون، از همین بابای گذشته های خودمون میکنیم. سبحان الله. پس در آخر آیت میگه که اینها سم بکمون عمیون، کارها، گونگها و کورها.
یعنی کار کسی که گوشش نمیشنود، گنگ کسی که صحبت کرده نمیتواند، کور کسی که نابینا دیده نمیتواند. فهم لا یعقلون، اینها عقل ندارند. حالا شما شاید بگویید که این آیت برای مشرک قریش است که چرا شما این آیت رو میخوانید و تقلید رو انکار میکنید؟ شما خوب دقت بدید. دین همه پیامبران یک دین است. از آدم علیه السلام تا محمد صلی الله علیه و سلم دینشون دین اسلام است. نام دینشون فقط اسلام است. یک. ثانیا این یهود و نصرانی که ما میگیم الله این نام به اینها نگذاشته است. اینها را الله نمیگه که یهود و نصارا دین یهود نصارا. این نام ساخته شده برای اینها، خودشون ساخته. اما دین همه پیامبران اسلام است، یعنی تسلیم شدن به الله بر توحید و انقیاد له بالطاعه، انقیاد کردن به الله، عمل کردن به طاعت و عبادت و براءت کردن از شرک و کفر و از براءت از کفار و مشرکین. این دین همه پیامبران بود. دین همه پیامبران چی بود؟ ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. به تحقیق رسول کردیم به همه قوم ها پیامبران میدیم که دعوتشون یک دعوت بود، ان يعبدوا الله، الله عبادت نماید و اجتنبوا الطاغوت، و از طاغوت اجتناب بکنید. این دین همه پیامبران اسلام نیست. دین همه پیامبران دعوت به سوی لا اله الا الله. قریشی ها باشند پیروی کدام دین بودند؟ قریشی های مکه وقتی که پیامبر آمدن، قریشی های مکه آیا یگان مراتبه در دین بودند یا که قریشی ها یابایی به دین بودند؟ قریشی ها هزار ساله ها در دین بودند. اولی پیدایش مکه از کجا است؟ از حضرت ابراهیم است. حضرت ابراهیم وقتی که زنشون را آوردن، مادر اسماعیل را به اسماعیل در مکه گذاشتن، آب زمزم، چشمه زمزم به وجود آمد. مکه از حضرت ابراهیم، از فرزندشان اسماعیل به وجود آمد. قریشی ها انمین نبیره های حضرت اسماعیل و حضرت ابراهیم هستند. انمین مکگی ها اینها در دین حضرت ابراهیم بودند. از اسماعیل پیامبرشون، بعد از اسماعیل تا محمد صلی الله علیه و سلم در مکه و قریش ها دیگر پیامبر تا همون وقت یک چند هزار سال، زیرا که از حضرت ابراهیم موسی هزار سال، از موسی تا عیسی در مکه زیاد، حضرت موسی تا حضرت پیامبر 600 سال، تقریبا 2,500 سال، یا که تقریبا 2,000 سال، یا که 2,200 سال. این یک تخمینی، یعنی یک 1000 ساله ها از حضرت اسماعیل تا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دیگر پیامبر به قریشی ها نآمد. قریشی ها زینه به زینه همشون یکتاپرست، در اول یکتاپرست پیروی از اسماعیل علیه السلام میکردند. اسماعیل پیامبر بودن، رسول بودن. فذكر في كتاب اسماعیل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، رسول نبی بود. لیکن در بین، در وسط همون کسایی که مسلمان بودن، پیروی دین اسماعیل بودن، پیروی دین ابراهیم بودن، در وسط آهسته طول زمان اینها مکگی ها گمراه شدن. در دینشون چیزهای نو به وجود آمد، بدعت به وجود آمد، بدعت مردم گمراه شدن. زمانی که پیامبر آمدن، قریشی ها خودشون ما به دین، ما کافر، ما به دین نمیگفتن. قریشی ها میگفتن که ما در دین ابراهیم علیه السلام، در ملت ابراهیم علیه السلام هستیم. قریشی ها حج میکردند. حج بود، زیارت خانه کعبه بود، احترام خانه کعبه بود، راست گفتن این نمیگفتن که این از دین است، دروغ گفتن این یک کار حرام و بد میگفتن. از دین، همین دین ابراهیم. ختنه میکردن، ختنه مردم را دستش حلال میکردن. تاجیکی عبارت که دست حلال میکردن، یعنی کودکان را ختنه میکردن در دین حضرت ابراهیم. پیدایش این ختنه هم از حضرت ابراهیم است که الله امر کرده بود وقتی که ابراهیم علیه السلام بود. و نکاح داشتن، طلاق داشتن، لیکن شیطان اینها را به مرور زمان گمراه کرده بود. قریشی ها توحیدی از دو نمود توحید، توحید المعرفت و الاسرار و توحید القصد و الطلب، توحید ربوبیت قبول داشتن، اما توحید الوهیت به گمراه شده بود. چرا که الله در قرآن میگه که و این سألتهم
ای پیامبر اگر سوال کردی کی را؟ همین قریشی ها را، همین مشرکان مکه را، ابو لهب و ابو جهل سوال کردی که من خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی خلق کرد؟ میگن که سيقولون الله. الله من يدبر، الله ومن ينزل بشمو کی برو میبرد؟ الله ومن بیدی ملکوت کل شيء، الله. اینها الله میگفتن، اما در توحید ربوبیت مشرک شده بود. یعنی اینها خودشون در ملت ابراهیم میگفتن. پیامبر آمدند و گفتن که شما کردید عبادت کردید، انا من به شما ملت ابراهیمی که شما فراموش کردید میرسونم. ملت ابراهیم قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهیم والذین معه. انا این ملت ابراهیم است. شما گمراه شدید، توبه کنید از همون ملت ابراهیمی که خودتون میگید که ما در همون ملت هستیم، خودتون ساختید گردید، بیاید به این ملت ابراهیمی حقیقی گردید. پیامبر گفتن که من هم در همون ملت ابراهیم، در دین ابراهیم تقلید نکنید با آقای بابایتون، زیرا که آقای بابایش بیاید پیروی کنید از همین الله نازل کرده از ملت ابراهیم. چون که تبعوا ما ارسلنا، بلکه ما پیروی کنیم. انا که این آیت کسی میگه که این به مشرکان دخل دارد به مسلمانان دخل ندارد، این یک جاهل است، این یک گمراه است، نفهمیده است. برای آن که آنها را پیامبر گفتند که شما خود را به ملت ابراهیم نسبت میدید لیکن گمراه شدید، آنچه بابای شما گمراه شد، تقلید به آنچه بابا نکنید. من به ملت ابراهیمی که من به شما میگم پیروی کنید. انا همین امروز هم همین سخن را ما به شما صوفی های غلات میکنیم. تقلید نکنید. اشعری، ماتریدی، صوفی، حزبی، همه عربیده. تقلید نکنید به علمای گذشته‌تون، به آچه باباتون. تقلید نکنید. شما خود را به امت محمد صلی الله علیه و سلم نسبت میدید، لیکن علمای شما خطا کردند. دین محمد صلی الله علیه و سلم را تحریف کردند، تغییر دادند. شما گمراه شدید به سبب همین علمایتون. بیاید علمایتون را تقلید نکنید. انا این سخنی که ما به شما میگیم قرآن و سنت با فهم سلفی این امت است، به این پیروی کنید، به این سخن حق پیروی کنید. عیناً سخن پیامبر، عیناً به مانند دعوت پیامبر. چه که پیامبر مشرکان دعوت کردند، گفتند که آچه بابای شما گمراه شد، ملت ابراهیم دیگر کرد، توبه کنید، تقلید به آچه بابا نکنید، توبه کنید، بیاید انا قرآن، انا سنت، انا الله سبحانه و تعالی نازل کرده شما. گفتند که نه، ما هم به شما صوفی میگیم، علمای شما گمراه شدند. اشعری، ماتریدی، صوفی، تقلید نکنید، قبر پرستی من نروید، گمراه شدید. تقلید حرام است. بیادن قرآن سنت علی علما. کسی که لبیک میگه الحمدلله، کسی که نمیگه در غلط با به اون گمراهی میره. بارک الله فیکم. انا کنون الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیه 171 ببینید چی میگه. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. مو اتحفتو گفتری نفتو دیکوش سوره بقره در زیرش علما و مفسرین میگن چه که در كتاب تيسير الكريم الرحمن صفحة شدة ومداس سادي ميغاكي لما بين تعالى عدم انقيادهم لما جاءت به الرسل وردهم لذلك بالتقليد علم من ذلك كأنهم غير قابلين للحق. وقتی که پیامبر قریشی ها را دعوت کردن به متابعت پیروی کردن از قرآن و سنت، اما قریشی ها پیامبر انکار کردند. قریشی ها پیامبر به کدام دلیل انکار کردند؟ به دلیل تقلید. ردهم لذلك بالتقلید. با تقلید کردن پدر و مادرشون انکار کرد. از همینجا فهمیده شد که اینها قابل قبول کردن حق نیستند. اینها حق قبول استجابت حق نمی‌کنند. و معلوم شد که بل كان معلوما لكل احد انهم لن يزولوا عن عنادهم. به همه معلوم شد که اینها دیده و دانسته دارند عناد میکنند. عناد چی است؟
اینات شما به حق میرسد، قرآن میرسد، سنت میرسد، لیکن قبول نمیکنید، سرکشی میکنید. چه که امروز به رافضه ها، به صوفی های قبوری، به این علماء سو شب و روز قرآن و سنت و فهم سلف میرسد، قبول نمیکنند. اینات نمین است، یعنی دیده و دانسته قبول نکردن. الله سبحانه و تعالی بعد از این خبر بود که اخبر تعالی ان مثلهم عند دعاء الداعي لهم الى الايمان اینها مثل الذين كفروا، یعنی میگه الله اینها را مانند کرد، علمین مقلدین مانند کرد، مقلدین قریش و امروزه مقلدین هم مانند کرد. مانندی شما مثل مثالی اینها یعنی مانندی شما وقتی که یک دعوتگر شما رو دعوت میکند به سوی ایمان، شما به کی مانند میشوید؟ کمثل البهائم التي ينعق لها راعيها، به مانند حیوان‌های میشوید که چوپان یا نگهدارنده همین حیوان گردن حیوان بسته میماند. مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، یعنی انسان‌هایی که کافر هستند وقتی که به سوی حق دعوت میشوند، انسان‌های مقلد گمراه وقتی که دعوت میکنی به سوی حق، به سوی توحید، به سوی ایمان، اینها تقلید میکنند و قبول نمیکنند. در همین حالت حیوان‌های چهارپای هستند که گویا صاحب این حیوان‌ها گردن اینها به نقطه زده یک جو بسته مانده است. وليس لها علم بما يقول راعيها ومناديها، و این انا همین یعنی حیوان‌هایی که بسته شده هست در درون آغل است، در اینجا بسته شده است، علم ندارد، فهم ندارد، نمیفهمد که همین صاحبش چی میگوید و چی مقصد دارد. معلوم است یک گوی رو یک چیزی رو برید گردنش بسته مانید، آیا همین سخن شما رو گو میفهمد یا مقصد شما رو میفهمد؟ نمیفهمد. الله سبحانه و تعالی مقلدها را همچنین گفته است، میگه که مقلدهایی که به سبب تقلید کافر شدند اینها به مانند حیوان‌هایی که گردنشان که حیوان‌ها نمیفهمد که است چی میگه، نمیفهمد، هیچ نمیگه. فهمون مجرد الصوت الذي تقوم به عليهم الحجه، اینها فقط یک آواز میشنن، اینها فقط صدا میشنن، ولكنهم لا يفقهونه فقها ينفعهم. اینها وقتی که دعوت میکنید به سوی توحید، مقلدها را به سوی توحید وقتی که دعوت میکنید فقط صدای شما را میشنوند، آواز میشنوند، اما معنای سخن شما را نمیفهمند، فایده از سخن شما نمیبرند. برای همین الله اینها را چی گفت؟ ثم لا يسمعون الحق سماع فهم و قبول، اینها کر هستند. گفت الله اینها سخن حق نمیفهمند، همچون حق و قبول کردن نمیتونند. برای همین اینها به مانند کرها هستند، مقلدها کر حساب میشن. عمیاً الله اینها را نابینا گفت. برای چی؟ برای اینکه اینها وقتی که نظر میکنن نظرشون نظری اعتبار نیست، برای اینکه عقل ندارن، نمیفهم. بکن الله مقلدهای گونگونانی. برای چی؟ برای اینکه اینها سخنهای خوب، سخنهایی که فایده و خیر برایشون است گفته نمیتونن. الله اکبر، این سخن الله است. سوره بقره 172 دعوت کردن پیامبر مشرکای قریش که تقلید بس کنید، پیروی از قرآن و سنت کنید. ملت ابراهیم حقیقی است. قریشی ها پیامبر قبول نکردند. قریشی ها به خود دلیل داشتند. دلیل قریشی ها تقلید بود. تقلید یعنی اوچه بابای ما 1000 سال همین بت پرستیده اومد، بین خود و بین الله واسطه گرفته که تو آمده ما را این کار میکنی، تو یک بچه یاش هستی، تو کی هستی؟ اوچه بابای ما مونده با تو پیروی نمیکنی، بابای ما این بود، ملا بود، بزرگ بود. همین گفته قبول نکرد. الله گفت که اینها گفت انا همین مقلدین کفار بمانند چارپایه‌هایی هست که ینعقو، گردنهایشون بسته شده است که نمیشنود، نمیفهمد، عقل ندارد. انا کن فهمون شد برای شما چقدر مقلد بودن برست، چقدر سخت الله مقلد بودن مذمت کرده است. در کجای قرآن تقلید واجب گفته شده است؟ الله مقلد برابر به چارپا بهائیم کرد. مقلد گفت که کار است، تو گنگ است، تو کور است.
عقل ندارد. لیکن شما می آیید ای صوفی های غلا میگید که تقلید واجب است. کنی قرآن سنت. قرطبیه که نور دیده میگوید، قرطبیه که تاج سر میگه، قرطبیه که قبول میکنه میگه تفسیر معرمت. امام القرطبی چی میگه؟ نظر بکنید در کتاب تفسیری که امام القرطبی نوشتند الجامع الاحکام القرآن، جامع لاحکام القرآن، مجله دوم صفحه 211 قرطبی میگن که قال علماؤنا، علماهای ما گفتند وقوة الفاظ هذه الآية تعطى أو تعطي إبطال التقليد. علماء ما گفتند که قوة لفظهای این آیت به ما میدهد ابطال تقلید رو، یعنی تقلید رو ابطال میکند، باطل میکند. این آیت ها اینقدر لفظاش قوی است که آشکار و واضح تقلید رو باطل میکند، باطل میشمارد. علمای مفسرین گفته شدند که انمین آیت ها تقلید باطل میکند. لیکن شما اومده میگید که تقلید واجب است. نامعقول کردید، در دین الله به هوا و هوس خود صحبت کردید، دروغ گفتید. سوره مائده و 104 رو بعد از این امام القرطبی گفتن که و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. زمانی که برای آنها گفته شد که بیایید به سوی آن چیزی که الله نازل کرده است و به سوی رسول الله، آنها گفتند که به ما بس است، به ما کفایتی میکند، به ما انمین کافی است که پدر و آچه باباهای گذشته را دریافت کردیم. سبحان الله. مگر این روز این گمراه های مقلدی اشعری ها، ماتریدی ها، صوفی های غلات، طاغوت پرست ها یا رافضه ها یا دیگر از قبوری ها، مگر عیناً هم خیل نمید؟ وقتی ما میگوییم ای انسان ها شما خود را مسلمان میگوید، اگر خود را مسلمان بگوید بیایید تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول، بیایید به سوی الله نازل کرده و به سوی رسول الله صلی الله علیه و سلم متابعت کنید. این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. پیامبر گفتند که اگر الله دوست دارید به من پیروی کنید. بیایید به قرآن و سنت، به فهم سلف این امت پیروی کنید. اما این گمراه ها میگن که تقلید واجب است. من چخیل قرآن و سنت و پیروی ثواب میکنم، تقلید مذهب میپرتم؟ نه، میگن من تقلید میکنم. میگن که حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا، و ما کافی است همون چیزی که ما باباهای خدا یافتیم، پدر و باباهای خدا یافتیم، انا همون به میست. ما در دین، در فهم، در عقیده، در عملی اوچه و باباهایمون است. ترک کردن باباهایشون رو، ترک کردن عقیده باباهایشون رو، عملی باباهایشون رو گمراهی گفتن. قرآن و سنت انکار کردن، گفتن که تقلید واجب است. الله المستعان، الله المستعان. این آیت آشکار است برادر عزیزم، آشکار است. اولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. الله در اینجا میگه که آخر باباهای شما، پدرهای شما نمیدانستند، لا یفهمون حقا، حق نمیفهمیدند، ولا یعرفونه، حق نمیشناختند، ولا یهتدون الی، بسوی او هدایت نشده بودند. فکیف یتبعونهم والحالة هذه، چگونه شما پیروی باباهایتان میکنید، اوچه هایتان میکنید، گذشته هایتان میکنید، در حالتی که آنها حالتشون همین گونه بد بود، از حق دور بودند. لا يتبعهم الا من هو اجهل منهم و اضل سبیلا.
به این باباهایتون، به این علمای گذشته گمراهتون پیروی نمی کند مگرم کسی که از اونها جاهل تر است و از اونها گمراه تر است و از اونها دیده از حق دورتر است. این سخن رو نظر بکنید در کتاب تفسیر قرآن العظیم ابن کثیر ذکر میکند، مجله 3 صفحه 211. این آیات رو ببینید علما چگونه شرح دادن. ببینید این آیات ها رو چگونه واضح هست که تقلید حرام است. تقلید کردن در اصل دین، تقلید کردن در واجبات، تقلید کردن در همه مسئله، تعصب کردن و تقلید واجب گفتن، این دروغ گفتن است در دین الله، به علم سخن کردن است از الله. الله المستعان. در سوره یونس آیه 78 الله سبحانه و تعالی میگه قال الله سبحانه و تعالی قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. ببینید در اینجا ما تفسیری یکی از علما رو بیان میکنیم که میگن ای اجئتنا لتصدنا عما وجدنا عليه آباءنا من الشرك وعبادة غير الله سبحانه وتعالى وتأمرنا بأن نعبد الله وحده لا شريك له. این سخن مقلدین مشرکین، اینجا الله سبحانه و تعالی سخن مقلدین رو مشرکین رو ذکر میکنه که مقلدها پیامبرها را انکار میکردن. به همین نمود سخن میگفتن که آیا تو به نزد ما اومدی، پیامبر بگفتیسن آیا تو به نزد ما اومدی تا که ما رو از انا همون عادت و تقالید و عقیده و فهم آچه باباهایی که ما پیروی میکنیم ما رو بازداری، تا که ما رو از تقلید کردن دور کنی؟ تو برای همین اومدی؟ از همین شرک، از عبادت غیر الله که ما تقلید به آچه بابا میکردیم میخواهی که ما را از همین راه گردانی و ما را امر کرده ایستاده که یگانه الله عبادت بکنیم، یکتا و به شریک بگوییم و سخن گذشته ها رو، علمای گذشته همون رو، پدر بابا همون رو سخن های گمراهانه میگوییم. ما تو را قبول نمیکنیم، کبر میکرد. و ما نحن لکم بمؤمنین، ما به شما ایمان نمیاریم. برای چی؟ برای که میگویند که ما مقلد هستیم، مقلدی اوچه ها، باباها، پدرها، علماهای گذشته که باطل بودن عقیده اونها. ما میگد اگر حالا تو را حق گویم از این میبرد که بابای من گمراه بود، اوچه من گمراه بود، اونها کافر بودن نبودن، پدرم این بودن بود، حق قبول نکرد. چه که امروز ما حق میگویم مشرکین خوبوریا برآمده میگن که پدرت چی بود، بابایت چی بود، میخوان که به همین واسطه تو را حساب گردن و خودش هم به واسطه همین بابا و پدرش تقلید کرده. سبحان الله، حق قبول نمیکرد. الله تقلید حرام کرد، الله تقلید من کرد و گفت که همین تقلید سبب گمراهی است. تقلید یعنی به دلیل و به حجت سخن یک کسی گرفته رفتن و تطبیق یک تحقیق نکردن. در سوره انبیاء آیه 53 الله گفت قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم، همه پیامبران از نوح علیه السلام وقتی که قومشون دعوت میکردن، حضرت نوح، حضرت ابراهیم و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم میگفتن که ای قوم من، این بت‌ها را عبادت نکنید، بت پرست نشوید. مشرکان لات، منات، عزا را، قوم نوح یعوث و یعوق و نصر را عبادت میکردن. نام الله عوض کردن لات، الله لات مونده بود، اله لات، عزا عزیز و انا همچنین الهات در اسماء الله کرده بود ساخته بودن، واسطه میگرفتن بین خود و بین الله. در سوره زمر آیه 3 اومده است الذين اتخذوا من دونه آلهة ما
الذين اتخذوا من دون اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. میگفتن که ما این هیکل ها را عبادت نمیکنیم، اینها بین ما و بین الله واسطه هستند. ما آدم های گناهگار هستیم، اینها ما بین الله به شفاعت میکنند. چگونه که امروز صوفی های قبوری میگن که قبرهای اولیاء ما را بین الله به شفاعت میکنند، به واسطه قبرها به نزد الله میره. پیامبر به اینها گفتن که ترک کنید این کارتون شرک است. ما هم امروز به صوفی گناه میگیم که ترک کنید این کارتون شرک است. قریشی ها به پیامبر گفتن که ما انا همین عمل رو از اجداد گذشته دریافت کردیم که گذشته های ما همین عبادت میکردن، ما تو قبول نمیکنیم، ما تقلید از گذشته ها میکنیم. امروز هم صوفی های گمراه ما وقتی که دعوت به توحید میکنیم میگن که وجدنا آباءنا لها عابدین، ما پدرهای خود دریافت کردیم که همچنین عبادت میکردن. تو کی هستی میگن چه بچه اینا، چه بچه جوان، چه بچه یاش. یه بچه یاش همش خوارج است میگن، تمام خوارجی رو بکشید میگن. سبحان الله سبحان الله. شیطان ببینید که چگونه مدتی 1000 ساله ها به یک نمود گمراهی امر گمراه کرده است. حضرت نوح علیه السلام قومشون، حضرت ابراهیم علیه السلام قومشون، حضرت محمد صلی الله حضرت ابراهیم وقتی که حضرت محمد صلی الله علیه و به قریش اومدن، قریش ها را همچنین شیطان فریب داد. امروز کسایی که خود را به محمد صلی الله علیه و سلم نسبت میدن، امت محمد صلی الله علیه و سلم را باز شیطان یک مرتبه دیگر به همچنین فتنه گمراه کرد، به فتنه تقلید. در سوره شعراء آیه 74 الله مشرکین را ذکر میکند که باز به سبب تقلید حق قبول نکردن. گفتن این مشرکین قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، گفتند بلکه ما دریافتیم اجدادهای خود را، پدرها و باباهای خود را که انا همچنین میکردند. چگونه که امروز ما به این گمراه ها میگیم که الله در بالای عرش است، الله در قرآن گفت، پیامبر ده ها حدیث گفتن، صحابه اجماع کردن، 4 مذهب میگن، اینا میگن که بابای من فلان مولوی نمیگفت، تقلید از مولوی کرد، تقلید متابعت از قرآن و سنت نکرد، تقلید کرد. ببینید الله المستعان. یا امروزه انسان های عامه که وقتی که دلیل برایشون میگیم میگن که بابای ملا با من دیگر بود، حاجی و مولوی و غیره. ابن کثیر رحمه الله شیلی که در کتاب تفسیر قرآن عظیمش که ابن کثیر است، در مجله 5 صفحه 348 در ذیل این وقت میگه که لم یکن لهم حجة سوى صنیع آبائهم الضلال. این مشرکین که حق قبول نکردن، توحید انکار کردن، برای این عمل زشتشون هیچ حجت، برهان، دلیل نداشتن بجز اینکه علم کاری کرده پدر و یعنی اجدادشان. یگانه دلیلی که مشرکین داشتن مقلدین چی بود؟ و دلیلشون هم که باباهای ما این کار میکرد، تمام بابای ما کرد ما میکنیم، تقلید. یعنی یگانه بروی قرآن سنت بود. شیلی که امروز ما قرآن میرسونیم، سنت میرسونیم، خود در مسئله اصول دین توحید باشد، در کفر بالطاغوت یا که در ترک شرک و کفر، خود در مسائل مستحبات سنت ها باشد، مستحبات بمانند رفع الیدین و آمین بلند گفتن. امروزه بنان مسلمان ها هم انا همچنین جواب مشرکین قریش میدن، میگن که ما میگن رفع الیدین چیکار میکنیم، مولوی نمیکنه، بابا چی من نکرد نمیکنم، کفر بالطاغوت اضافه تو پیدا کرد. ببینید چگونه امروزه مشرکین گذاشته، امروزه مقلدین به مقلدین گذاشته برابر است است. سبحان الله. در قرآن، در تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر مجله 6 صفحه 146 میگن که اعترفوا بان اصنامهم لا تفعل شيئا من ذلك. مشرکین قریش، مشرکین اعتراف نمودند که این صنم هایشان، بت‌های و هیکل‌هایشان که بجز الله می‌پرستند، از دستشون هیچ چیز نمیاد. این هیکل‌ها هیچ کار کرده نمیتونن. و انما رأوا آباءهم كذلك يفعلون. اما به وجود همین
هیکل پرستی، صنم پرستی رو ترک نکردن، برای آن که گفتن پدرهایمان، باباهایمان این کار میکرد، ما هم میکنیم. اگر که این هیکل هیچ ضرری افتاده ندارد، پدرم کردن نمیکنه. فهم على آثارهم یهرعون. اینها به اثرهای پدر و باباهایشون چنگ زدن. یعنی ربشون کی شد؟ الهشون کی شد؟ پدر و مادر. شیطان به واسطه پدر و مادر پدر و باباها گمراه کرد. سبحان الله. این روز ما چقدر انسان ها رو میبینیم که پدرش اینقدر بزرگوار میشمارد، پدرم شیشتن، پدرم بالاخره سخن حق گوی میگه که پدرم قبول ندارد، منم قبول ندارم. پدر است، پدر بزرگ است، پدر باید احترام کرده شود، پدر قدر و قیمتش الله سبحانه و تعالی در قرآن ذکر کرد، لیکن دایره معین دارد. پدر هرگز معیار قبول حق باطل نمیشود. پدر قبول کند نکنه نمیگه. اگر این کار کردی به مانند مقلدی مشرکی شد، یا مولوی، یا که اولیا، یا که پیشوا، یا که پیر طریقت، هرگز معیار قبول حق باطل نمیشود. وقتی که سخنش موافق قرآن و سنت است قبول است، مخالف است قبول نیست. تو نباید تقلید بکنی. تقلید کردی گمراه هستی. تو روز قیامت نگو که من دامن ایشان گرفتم، اکنون ایشان روز قیامت الله که تو روبروشان من میگم که ایشان گرفتیم اومدیم که تمام ما نفهمیدیم. نه این یک وسوسه شیطانی، یک فریب شیطانی است. دامن ایشان تگریسی، ایشان روز قیامت به الله توش میکند، تو دیگر علاج نه. به الله میگه که خیره کنه خیلی کردم. الله به تو میگه که چرا حق رسید و قبول نکردی؟ چرا به تو حق رسید و قبول نکردی؟ انا همونجا ایشان به تو فکر کرد، الله از تو برآورد میکنه، جهنم میری. محمد دلیل میخوای؟ الله سبحانه وتعالى تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا مرة فتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. این آیتی سوره بقره 166 معنی چیست؟ زمانی که براءت میکنند آنهایی که شما به آنها پیروی کردید، اتبعوا پیروی شدند، یعنی همون امام ها، همون اولیاء ها به نام که شما گفتید، همون ایشان ها، همون مولوی هایی که شما در گمراهی خودتون به همونها نسبت دادید، همونها پیروی کردید، همونها سخنی خطاش گرون تقلیدی همونها که رفتن گرفته، روز قیامت چخیر میشه؟ روز قیامت درو میشه بگوی الله تو الله در بوله اصول نگفتی منم همین شگردی تو هم ایستم پالی تو میرم این بوله شونه تنفل می نگرد تو میگو که براعت از تو کردم نشم میگو دست پهنی من تو بر تو گفته از تو گریخته میبرم. تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، زمانی که پیرو شده ها از پیرو شونده ها براعت میکنند، زمانی که امام ها از مقلدین براعت میکنند. این خیلی با عادیتر مقلد کرکوها، زمانی که امام ها از شما براعت میکنند و رأوا العذاب و عذاب الله به دو چشمت میبینی، همونجا جهنم میبینی، قدرت الله میبینی. و تقطعت بهم الاسباب، بعد از این دیگر ابا دیگر یگان سبب نجات نیست، یگان راهی نجات هم نیست، دیگر بازگشت نیست. بعد از این چیکار میکنی؟ و قال الذين اتبعوا، همین انسان‌هایی که پیروی کردند، مقلدی کردند، مقلدها تقلید کرده ها، کسایی که کورکورانه دلیل به هیچی فقط گپ پیروی کردن، بعد از عذاب الله دیدن، بعد از همین امامهاشون بروشون توف کرده براعت کردن، این مقلدها روز قیامت ندا کرده میگویند که لو ان لنا کرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، اگر یک مراتبه دیگر ما به دنیا اگر رویم، اگر هم خیر شود که یک مراتبه دیگر ما به دنیا رویم، ما از این امامهایمان که ما به اینها تقلید کرده بودیم براعت میکنیم، چگونه که امروز اینها از ما براعت کرد. گریه کنان
روز قیامت مقلدها میگن که ای ملاها میگن ای شما ای کسایی که ما به شما پیروی کرده، شما به باوری کرده، شما به تقلید کردید، شما تقلید واجب گفتید، شما تقلید فرض گفتید، شما تقلید کنید، ما شما رو باور کردیم، گفتگو نکرده شما پیروی کردیم، امروز از ما براءت کردیم. اگر روز دنیا به یک بار دیگر اگر میرفتیم ما از شما براءت میکردیم، ما به شما توصیه میکردیم به این دروغ‌های شما، چرا شما امروز از ما براءت کردید؟ اما افسوس است، اما افسوس ای مقلد، افسوس که دیگر این دنیا رو نمیدوی. یک بار از این دنیا برای سنجش است. یک بار اومده مقلدی کورکورانه به مانند چهارپاها گنگ و کر و کور نرفت. این انسان‌هایی که تقلید واجب است میگوید روز قیامت رو به کس میکند، برای که گناهش به خودش بتافت. تو برای او زیادتی او تو رو به گریخته میبرم. انا کنید دوامش کن كذلك يريهم الله أعلم حسرات عليه. انا کن دوامش سوره بارك الله فيكم بوز انبیاء آیتی 52-53 مطالعه کنید. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. گفته شد، پیامبر گفتن که به قومشون، یکی از پیامبر گفتن به قومشون که به پدرشون و به قومشون، حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت ابراهیم به پدرشون گفتن و به قومشون گفتن که این چی است این تمثال ها؟ تماثیل یعنی انا همین هیکل ها، همین تراشیده ها، این رسم هایی که شما عبادت میکنید چی است که در گردش آمدید اعتکاف کردید؟ اعتکاف همین است که در گرد این نشسته، ذبح کرده، دعا کرده، گریه کرده، در همینجا باقی ایستادن عبادت کرده می نشینید. چیکار کردید ایستادید؟ اینا کی است این رسم و هیکل ها؟ اینها گفتن که وجدنا آباءنا لها عابدین. جواب دادن نتوانستن این چی بدهیم، فقط گفتن که ما پدرهای خود همین خیلی گفتیم که گردی همین هیکل ها با آمده صنم پرستی کرده میشتن، همین عبادت میکردن، ما هم عبادت کردن. یکون دلیل کتی نه، به دلیل فقط دیدیم که کردن تمام. این تقلید است. الله سبحانه و تعالی حرام کرد. در سوره احزاب 67 الله سبحانه و تعالی میفرماید إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. روز قیامت شود بسیاری مردمی که ضرر میبینند، تمام کارشان رسوا است، سیاه است، چهره ها سیاه، کار خراب، دفتر اعمال از طرف دست چپ داده شد، میگفتند که عذر می آوردند به نزد الله. چی میگفتند؟ همانا که ما اطاعت کردیم سادتنا پیشواهایمان را و کبراءنا و بزرگوارمان را و انمین امام و پیشوای بزرگوارها فاضلونا السبیل، ما را گمراه کردند، از راه حق بیرون کردند. سوره احزاب 67. اما این قبول نمیشود. روز قیامت آمده است من دومنی بابای ایشون گرفتم، نه بابای ایشون من گمراه کرد، الله در باره بدنش انکار کرد، دست الله، چشم الله، پای الله انکار کرد، قبر پرستی جایز بود، حکم کردن برای غیر الله جایز بود، مراجعه به محکمه طاغوتی جایز بود، قرآن و سنت انکار کرد، تقلید واجب و فرض بود، من مقلد شدم، کورکورانه اومدم ای الله من بخش. نه، تو بخشیده نمیشه. برای اون که تو باید میفهمیدی، میگفتی، میآموختی. قرآن و سنت برای چی نازل شد؟ این تقلید به حتی عذر ندارد. مقلدی که در باب شرک و کفر اکبر گمراه شد، مقلدی کرد در شرک اکبر کفر اکبر، این گمراه است، این عذر داده نمیشه، این مشرک است. هر کسی که تقلید عذر میگوید، مقلدی که به کفر شرک اکبر رفته است، این میگه این مقلد بیچاره، این علما گمراه کرده، میگه این یک عذر مشرک گمراه است. سبحان الله.
کتاب جامع بیان العلم و فضله که نویسندش محمد بن عبد البر الاندلسی هستند رحمه الله، در مجله دوم صفحه 977 میگن که وقد احتج العلماء بهذه الآيات في إبطال التقليد. بتحقيق علماء أهل السنة والجماعة أنا من آيات خورا حجت گرفتند بر باطل بودن تقلید و بر باطل و فساد کردن تقلید. همین وقتی که ما از اول حلقه ها با شما داریم تلاوت میکنیم، شرح میدیم و سخنهای علما رو میگیم، انا همین آیات ها رو علماهای سلف صالح حجت گرفتن، از همین آیات ها استنباط گرفتن و گفتن که تقلید باطل است و ابطال تقلید باطل است. ولم يمنعهم كفر اولئك من جهة الاحتجاج بها. و علما را از این آیات حجت گیریشون پیششون نگرفت، من نکرد که این آیات ها در حق مشرکین نازل شده میشه. علما نگفتن که این آیات ها در حق مشرکین نازل شد، ما اینا برای تقلید باطل بودن در بین امت محمد صلی الله علیه و سلم استفاده میبریم نگفتن. چرا که حاضری ها صوفی ها میگن که این آیات در حق مشرکین است؟ مسلمان نه سلف صالح این چیز منع نکرد، زیرا که قاعده در بین سلف صالح بود که انا عبرت بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. عبرت به عموم لفظ قرآن است، نه به سبب نازل شدی خصوصیت نازل شدیش. این گناهی است که هر روایت این بفران کس نازل شد به من دخل نبرد. قرآن به ریشهش این کار میکنه. خیلی که علما ذکر کردن و این کفر بودنش بیان کردن. لأن التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان الآخر، وإنما وقع التشبيه بين التقليدين بغير حجة للمقلد. برای چین سلف صالح این آیات ها را حجت گرفتند اگرچه این آیات ها به مشرکین نازل شده باشد، زیرا که تشبیه مانندیه که امروز مقلدین دارند و مانندیه که مقلدینی که در زمان پیامبر مشرکین دارند، علما مانند نکردند در شرک کفر وقتی که تقلید به این آیات ها حرام گفتند، مانندی رو در تقلید کردن. مشرکین به سبب تقلید گمراه شدن، امروز هم به سبب تقلید مردم گمراه شدن، برای همین حرام. اگرچه بعضی از امروزه مقلدین شاید مشرک نیستن، بعضی امروز مقلدین نوعی هست که مشرک نیست، شاید شرک کفر مقلد نیست، لیکن دیگه مثلا مسائل سنت و تقلید که گمراه شده، سنت این کار میکنه، اما شاید موحد باشه. اما این دلالت نمیکند که ما این آیات ها را برای تقلید باطل بودنش نواریم، نه، این اثبات میکند. تقلید مذمت کردگی است، این عموم است. كما لو قلد رجل فكفر وقلد آخر فعذب وقلد آخر في مسجد أخطأ وجهار. یعنی تقلید هم گوناگون است. بعض انسان ها تقلید میکنند، تقلید کرده میشود و کافر میشود، و بعض انسان ها تقلید کرده میشود و گناهگار میشود، و بعض انسان ها تقلید میکنند و در یک مسئله دنیا خطا میکنه. یعنی معنای سخن این که اگر تو در کفر و شرک اکبر به یک کسی مقلد شدی، سخنش گرفتی، پیروی کردی، گپش رو باور کردی، به دلیلش گوش کردن، بدون دلیل گفت و کفر نکرده رفتی، در تقلید شرک اکبر کفر اکبر کردی، کافر میشی. اگر در گناه تقلید کردی، گناهگار میشی. در کبیره تقلید کردی، کبیره میکنی. در بدعت مقلد تقلید کردی، مبتدع میشی. فلان آدم دیدم رفع یدین نکرد، منم نمیکنم، من رفع یدین نکنم، برادر گفت منم رو زیر برادر میگم، تو گناه هستی، حاضر مشرک شدی. اعوذ بالله. ببینید ایشان من جواب دعا کرد، منم دعا میکنم، مشرک شدی. ایشان من قبر پرستی را بکنه، منم بکنه میکنم، من کی هستم؟ من علم دارم، گناه شدی، مشرک شدی. یعنی در شرک مقلد شدی، مشرک میشوی. در بدعت مقلد شدی، مبتدع میشوی. در گناه مقلد شدی، یعنی کفر نکرده قبول کردی، گمراه شدن میگی. حتی در یک مسئله دنیوی هم شاید به کسی پیروی کردی، خطا کردی، وای خطاگی کرد، چون پیروی کردی خطا کردی. سبحان الله. كان كل واحد ملوما على التقليد بغير حجه. مقصد اساسی به انکرون روید که محمد بن ابوبکر چه میگن؟ هر یک مقلد در همه حالت ملامت شده است، مذمت شده است به سبب تقلیدی که
بدون فهمیدن حجت انجام داد. در کفر تقلید کردی، در بدعت تقلید کردی، در گناه کردی، در کدام حالت تقلید نکرده باشی این کار تو بد است، تو نباید تقلید نکردی. لأن كل ذلك تقلید يشبه بعضه بعضا، زیرا که همه این تقلید است، بعضش رو مانندی دارد. و این اختلافات الآثام فيه، اگرچه گناه ها فرق دارد. معنای سخنم این است که مشرکین قریش در شرک تقلید کردن، مشرک شدن. الله اینها را انکار کرد. اگر تو بیای امروز تقلید کنی در شرک نه در بدعت، همین آیات هایی که مشرکین انکار کرده تو را هم انکار میکنه. این آیات ها هست برادرای عزیزم که تقلید رو مذمت میکنه و تقلید رو بارک الله فیکم حرام میشماره. تقسیمات تقلید رو که ما بکی جایز است، بکی جایز نیست، بکدام شرط جایز است در رابطه گذشته گفتیم. انا میشود که دلیل رو هم از سنت بگویم، لیکن صحبت خیلی طولانی میشود والله اعلم. برای همین دلیل ها رو از سنت شاید در حلقه نمیدونم یک مجلس دیگر بگذاریم، یا که مختصر از دلیل ها رو بیاید دلیل ها رو از سنت هم بگیم، قرآن و سنت رو در یک مجلس ادا بگیم، تمام بگیم. در حدیث صحیح آمده است از حدیث عدی بن حاتم الطائی که میگوید، البته حدیث صحیح است، روایت امام ترمذی رقم 3095، طبرانی در کبیر، بیهقی روایت میکند. حدیث یعنی صحیح است. میگوید که اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنق صليب فقال لي يا عدي ابن حاتم ألق هذا الوصل من عنقك. فانتهيت إليه وهو يقرأ سورة براءة حتى أتى على هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم آمدم که در گردن من یک صلیب وجود داشت. در روایت از طلا صلیب، یعنی عدی ابن حاتم الطائی در نجد بود. وقتی که نجد رو گرفتند و بالاخره برای مسلمان شدنی به نزد پیامبر عدی ابن حاتم الطائی زنجیر داشت و در این زنجیرش صلیب وجود داشت. صلیب به زبان روسی هم کریست رو میگه که خریستیان ها نصرانی ها دارن. پیامبر وقتی که این چیز رو دیدند، صلیب رو در گردن عدی دیدن، گفتن که ای عدی ابن حاتم الطائی، الق، بگیر از گردنت این صلیب رو به یک طرف پرتو. القی یعنی گیرو پرتو. همین وطن رو، صلیب رو وطن گفتن. وطن همین است که هر چیزی که بغیر الله عبادت میشه. صلیب هم این یک چیزی ساخته که عبادت کرده میشه. احترام صلیب رو حتی یک علامت اله و غیره میگنیم. این وثن است. هر چیزی که عبادت بغیر الله میشود هیکل نیست، این رو وثن میگن. اگر هیکل باشد این رو صنم. پیامبر گفتن که گیر این وثن رو از گردنت به یک طرف پرتو، یعنی که شرک است، کفر است و ویزون کردن صلیب. عدی میگه که من از این سخن پیامبر رو اطاعت کردم، گرفتم و از نزد پیامبر کمی حرکت کردم که شنیدم که پیامبر صلی الله علیه و سلم قرائت کردن آیت رو، سوره توبه آیت 31 رو، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا اله واحدا. یعنی پیامبر گفتن که انا من نصرانی ها اتخذوا، گرفتند علماهای خود و پیشوای خود را به خود ارباب، رابها من دون الله، الههای بجز الله. پیامبر گفتن که همین نصرانی ها به خودشون پیشواهای خود، علماهای خود را رب، اله قرار دادند. اینها یعنی مشرک شدن. برای چی؟ برای که تقلید کورکورانه از همین علماهایشون، پیشواهایشون کردن. چگونه؟ عدی بن حاتم الطائی آمد و به پیامبر گفت که قلت یا رسول الله انا لم نتخذهم اربابا. ای رسول الله، ما علماهای خود، پیشواهای خود را رب نگرفتیم، ما اونها را اله نمیگفتیم، اونها را رب نمیگفتیم و گفتیم روزه بعض از این جهلا خدا نمیگفتیم، میگه ما اونها را
الله نمیگفتیم یا که رب نمیگفتیم، اله نمیگفتیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که بله الیس تحلون لكم ما حرم علیکم فتحلونه. آیا همین علماها و پیشواهای شما حرام کرده های الله را حلال گوید اطاعت نمی کرده؟ الله حرام کرده بود، این علما و پیشواتون اومده گفت که حلال است، شما اطاعت نکردید یا نمی کردید؟ اطاعت میکردید. بر ضد الله سخن کنن اطاعت میکرد. و یحرموه علیکم ما احل الله لكم فتحرمونه. همین علما حرام میکردند چیزهایی رو که الله به شما حلال کرده بود، شما هم اطاعت کرده حرام میگفتید حلال الله. آیا اطاعت نکردید یا نمیکردید؟ علی گفت که بله ما اطاعت میکردیم. یعنی وقتی که پیشوایشون حرام الله حلال میگفت، حلال الله حرام میگفت، هم بیچون و بیچاره به دلیل بیار گفتن برای چی گفتن پیروی میکردن. ایشان گفت رفتیم. پیامبر گفتن که قال تلک عبادتهم، انمین عبادت کردن است. وقتی که شما کورکورانه اطاعت از علما از پیشواها کردید بدون دلیل، بدون فهمیدن و نظر کردن به دلیل، بدون گفتگو، بدون یک نظرسنجی، حرام الله بایها حلال گوید حلال گفتید، حلال حرام گوید حرام گفتید، اطاعت بیچون چرا کرده تقلید، یعنی تقلید کرده انمین عبادت کرده، به همین واسطه کفر شد. یعنی اعوذ بالله به واسطه تقلید هم کفر میشه. وقتی که در شرک است، وقتی که در کفر تقلید کرده، وقتی که در شرک کرده کفر میشه. برای همین ما گفتیم که در اصول دین تقلید کردن حرام است، در اصول ایمان تقلید کردن حرام است. زیرا که اینجا باید فهمید توحید، ترک شرک، برآمد از کفار مشرکین، موالات بر موحدین، کفر به طاغوت، اینها رو باید دانید. اینا مسلمان شده اگر ندانید. انا این بود دلیل قرآن، دلیل ها از قرآن، دلیل ها از سنت برای مذمت و منع و حرام بودن تقلید. و ان شاء الله سبحانه و تعالی در مجلس آینده که الله سبحانه و تعالی به ما توفیق بدهد به شما سخنهای سلف صالح و علمای اهل سنت و جماعت را در بالای تقلید ان شاء الله بیان میکنیم. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. بارک الله فیک. سختی بعد دور و دراز و طولانی نشد، فهمان شد برادر عزیز ان شاء الله. و البته در این مسئله ما به شما کتاب ها هم میگویم که خود شما کتاب ها رو میخونید. در نظر من تقریبا 15-20 کتابی هست که بعضش خیلی طولانی است، طولانی و شرط نیست، لیکن مختصرها از علمای تاجیکی که خیلی خوب در این باره نوشته‌اند. انا همون ما انشاءالله ترجمه میکنیم. مقدمیش بشود اون چیزهای در مقدمه نویسیم یا علاوه که مختصر کرده خودمون هم نویسیم، خودمون هم می نویسیم. لیکن این کتاب هم باید ترجمه شود در تقلید علمای تاجیک، علمای سوق، یکی از علمای بزرگ اهل سنت و جماعت که وقتی که کمونیست ها به تاجیکستان به این منطقه تاجیک نشین امارت بخارا و سوق هجوم کردن، از اینجا هجرت کرد به مکه مکرمه و یکی از علمای اهل سنت و جماعت بود که علم رو در سرزمین مصر و در سرزمین جزیره خونده بود. کتاب می نوشد در مسئله الهدیه الی مسلم الیابان. من انشاءالله در روزهای آینده وقتی که اقوال علما رو میگویم از همین کتاب بسیارتر سخنها رو قرائت کرده به شما میفهمونم. نام این کتاب هدیه الی مسلم الیابان است. نام کتاب چی است؟ هدیه به مسلمان های یپونیا. نام کتاب همین است. سبب نوشته شدن کتاب هم همین است که وقتی که یک ایده مسلمان میشوند در یپونیا مذهب ها اختلاف میکنند. بعضی از مذهب میگن که واجب است که تو حنفی شوی، بعضی میگن که حنفی شوی یا واجب که شافعی شوی. بعضی نو مسلمان شده ها گشته کافر شدند. گفتن که چه است؟ ما
مسلمان شدیم. من اگه چیکار بود است که با حنفی و شافعی شیم، حنفی شبیه من گروه بدیم، شافعی شبیه من گروه بدیم، چیکار کنیم؟ بعضی ها اعوذ بالله از دین گشته برآمد. در همین وقت نامه نوشتن، سوال نوشتن از طرف یابانیا به مسلم الخجندی، ابو عبدالکریم یا که ابو عبدالرحمن المحسن المعصوم الخجندی میگن، به مکه مکرمه نامه نوشتن و به جواب نامه همین کتاب رو نوشتن، الهدیه الی مسلم الیابان، هدیه به مسلم یابان رو. خیلی کتاب قوی در مسئله ابطال التقلید است، در مسئله باطل کردن تقلید، رد تقلید از علمای خود تاجیک. این گمراه های علمای تاجیکستان میگن که اینها سخنش از سلفی ها میگیرد و تاجیکستان علماش دیگه بر. من عالم تاجیک، من کتابش به نزدیکیشون ترجمه میکنیم، به شما دسترس میشه، انشالله مطالعه کنیم چقدر میده این علمای خیانتکار میبره. تاجیک عالم داشتن و امروز هم اومد زینه به زینه هست انشالله. الله ایستاتون میکنه. برادرهایی که میبراید اهمیت که سوال داشته باشید براید سوالاتون کنید، سوال نداشته باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. انشاءالله خوب سعادتمند سوال باشین. جزاک الله خیر، بارک الله فیک. ما اگر اجازه باشه یک دو سوال داشتم. بفرمایید. یا رب. خب ما در یکی از کشورهای اروپایی زندگی میکنیم. وقت بعضی برادرایی که ما آشنایی داریم، ما در اینجا وجود مال از کفار گرفتن اینا جواز میدانن. تمام مسئله را خاموش بکنید. تمام برادر پایان بکنید. مسئله را جوش اینجا نیست برادر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مردم لا اله الا الله ولی نفهمیده است برادر از معذرت خواهی میکنم. این چنین سوال ها جوش بین مردم نیست. یک مسئله نازک است، خیلی مسئله نازک است. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر خوبه انشاءالله. الحمدلله. یه سوال بود، ماشین ما فروختنیم، یک کمپانی هست اونجا. اون کمپانی مقصد ماشین هم میتونن خیلی قسمت روی چیز اینترنت هم مطرف ریکلام دوران ما میتونم که در همجا فروشم و یا میتونن ماشین ما رو بگیرن بولوش کسی و سون بمونن بفروشن یا همه کردیت بیتین. ببینید هر کسی که شما رو چیزی شما رو به یک معامله حلال میخرد، یعنی شما ماشینتون رو به طریق حلال میفروشید به ریبان و نقد مثلا حلال، این جایز است. اگر که بعد از این وایو چیکار میکند نمیکند این به شما تعلق ندارد. هر کسی که مثلا ارد میخرد از شما چی میدونید که ارد برده چیکار میکنه مثلا، یا هر چیز مثلا هر چیزی مثلا هر کار کردنش ممکن است. برای همین او چیکار میکند نمیکند والله اعلم. لیکن شما فروشید و نلیکنی نقد پول گیرید. اما نباید که من مثلا ماشین میتیم تو برده اینترنتون رو قمار کرده فروش سونی پول من آورده میتی و اگر اینجا قمار به شریک میشید. کنکورسایی که امروز هست این قمار است. بعضی تاجرها قمارباز شده هستند. تاجرها 5 تا 6 تا ماشینش آورده بلو ورده میتد میگه که هم فروش میگه فایده نصفی فروش پول بیار میگه. با این نمیشه مزاربه مونده. این مزاربه نیست، این قمار. الان سمسومی مرمتی بعدش چیکار میکنی؟ ای شما رو یا چیکار میکنی نمیکنی گپ شما وظیفه دار نیست که بگید شما چرا چیکار میکنی نمیکنی میگی آخر وقت شما خواهید هم نخواهید هم چیکار کنم میکنم. سومی مرمتی
گرفتی ماشین ایترو حتما ماشین میگیرید پولش نقد میتید میگیرد تمام ماشین نمیشه. وقتی که ماشین انیق همین پولش شما بداد و میبرد که چیکار میکند اما الله میداند. ممکن میبرد اینجا میزند میده میکند، ممکن حلال میکند، ممکن اون کوری بد میکند، ممکن اون قمار رو میبرد. والله اعلم و ان شاء الله میداند. لیکن شما همراه نشوید با قمار. این مردم امروز بسیاری مردم ماشین های خودی که ماشین هایشون قیمت از فروخته نتوانسته به همین بلوگرها قماربازی به شروع کردن. برده میتیند میگن که خیر پولی من بعد از وقت میتیه میگن عمل میگن و میدوند که قمار ببرده است. اینا میدوند همش قماربازی است. اینا فریب و نیرنگ قماربازی این حرام خوری از این چیز دور شد. جا عباس تنیا کسی نشتن که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شیخ عزیز سوال مسئله براءت الله و البرا براءت از شرک و اهلش، یعنی یک مرد وقتی که یک زنی اهل کتاب رو میگیرد چه خیلی اون رو میتواند که دوست بدارد مگر اون کافر نیست؟ مسئله ازدواج نمودن در آیات قرآن معلوم است. دو مسئله گرفتن زنی بینماز تارک الصلاة چگونه است؟ بارک الله فیکم. مسئله گرفتن تارک الصلاة حرام است، زیرا که الله سبحانه و تعالی کسی که خودش رو مسلمان میگوید و نماز میخواند رو کافر گفت و نکاح حرام است تا زمانی که توبه کرد و مسلمان شد. اما اهل کتاب و مشرک میگم، لیکن الله سبحانه و تعالی میگه که المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب. محصنات زنهای پاکدامنی که از مسلمان ها باشند و زنهای پاکدامنی که از اهل کتاب باشند یهود و نصارا برایشون حلال است. یعنی پاکدامن کسایی که زانیه نباشند، زیناکار و فاحشه نباشند، زنهای بالاخره پاک از زنا دور باشند، اینا برایشون حلال است. اگر اهل کتاب باشند، اتئیست نباشند، اتئیستی است که عقیده ملحدی نداشته باشند و اهل کتاب باشند، براءت چه است؟ براءت از اینها شما دین اینها را باطل میدونید، اینها را کفر میدونید، از اینها چی؟ از دین اینها، از دینداری اینها خودتون دور میگیرید. اما دوست داشتن که همچون یک زن نه مثلا اینکه واحد همچون زن به خاطر شهوت و غیر دیگر همین قصد میقدر چیزش و بغض عداوت دین اینو و خود اینها در قلبتون باید باشد و این چیز ظاهرا هم نشون میده. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام. سوال همین شما شاید سر دایان نگه که همین ازبکستان بیشتر هستن و مثلا از خطای اونا نماز مثلا استفاده میکنیم افتدا میکنیم، اما در نماز شما چند دیده تا هست که همین اما مثلا جویده است. عقیده شما میدونید اهل سنت هستند؟ نه آخه عقیده شما نمیدونیم. مثلا عقیده شما ندونید، اول عقیده شما ندونید. عقیده شما ندونید. سفیان الثوری رحمه الله میگن که ولا تصلي خلف احد حتى تعلم انه من اهل السنه والجماعه. در عقب هیچ کسی نماز نخوان تا زمانی که بدونی که از اهل سنت والجماعه است. امروز در دور کور قدر که دهای باطل منتشر شده باید اول بدونه که اهل سنت است نماز خواهید. بارک الله فیک. صد سوال دیگه میتونه است؟ بله بفرمایید. صد همه آوردی تغییر مختصر درس میکردیم. مثلا کم تا یک مخانیست برادر عزیز در مسئله تقدیر خیلی هم مختصر کرده یک بار نه یک چند بار درس داده است. در توحید در کلمه لا اله الا الله این در گذاشته است. در شرح توحید 4 5 حلقه گذاشته است. در شرح عقیده الرازیه این شرح گذاشته است. همین خوبه جواب کنید ان شاء الله وجود دارد این چیزا. همون برادران که در تماشا گفته میتونه شما بشود. سلام علیکم و رحمت الله. این کافیه آقای سلام علیکم السلام. یک نفر نیست از این نقطه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شیخ الله یستر کند در مسئله درس دادن با پول بیان میکرد. حفظك الله و رعاه و ایاک. در مسئله درس دادن با پول، درس‌های دنیوی رو اگر کسی با پول درس یاد هیچ ممکن ندارد. علما در این مسئله هیچ اختلاف نکردند. زبان آموزی است، زبان هنر است، آموزنده با پول ممکن ندارد.
اما درس‌هایی که دینی هست علما اختلاف کردن. مثلا قرآن، تجوید، عقیده، این و آن درس‌هایی که هست اینا به پول درس دادن و علما اختلاف کردن. قسمی از علما گفتن که جایز نیست، نباید درس‌های شرعی رو به پول، و قسمی از علما گفتن که درس رو حتما به پول میدیم نگویید. اگر شما درس دید و شما آورده پول کیان به خاطر درستون با کنه برای چرا که در یونیورسیته تو معلوم ها شیخ خود درس میتین و برای اونها حکومت بیت المال معین میتونه برای اونها دیگر وقت نداره درس میدهند شب و روز در علم مشغول هستند. این زندگی رو از دیگه میذاره برای این پول گرفتن درست است، اما نرخ معین کرده کسب کار از بالای همین کردن و سخت اولیکو همون نرخ‌های بلند و پس کرده به همین سخت مشغول شدن این قدر درست نیست، زیبنده نیست. بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ان شاء الله. الحمدلله برای جزاک الله خیر. استاد در حق ابو اسماعیل الاشعری در یک چند روز پیش صحبت کرده بودین در حق شما، یعنی در محفل کلیم رو کردین رحمه الله و توضیحش در کتاب تکفیر الاشعری در خالد الغام دیدن اونجا بیان کردگی است که مقصد با مذهب اهل سنت برگشتگی نیست. بعد اونجا یک چند قول رو بیان کردگی همین یک صحبت میکردیم. ابو اسماعیل نیست، ابو الحسن الاشعری. بله، ابو الحسن الاشعری در برای ابو الحسن الاشعری علما دو قول دارند. میگن که به اهل سنت و جماعت کاملا گشت و قسم میگن که به اصول اهل سنت و جماعت گشت اما کاملا نگشت. سخن خالد المرغ آمدی در تکفیر الاشعری هم همین است، نگفت است که نگشت، میگه که گشت لیکن کاملا نگشت، به عقیده کلابی ها گشت. یعنی الله در بالا بودنش در اول این کار میکرد، دست و چشم و بسیار صفاتهای این کار میکرد، توبه کرده بود. الله در بالا بودنش اقرار کرد، دست و پا و چشم بسیار صفاتهای اقرار کرد و بسیار کفر شرکایی که داشت از اونها توبه کرد. اما لیکن با وجود همین مشکلی دارد. مقصد خالد مردم آمدی هم همین است برای است. جزاک الله خیرا. دیون سوال استاد. برای همین ما این خیلی آدم گوره رحمه الله میگه و کمبودی داره، ولی کمبودی اهل بدعت داره، ولی لیکن او مسائل کفری و شرکی رو ترک کرد. شیخ شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله میگه و غیر و غیر. استاد در حق ابو حنظله یک سال پیش الله علم صحبت کرده بودین، یعنی موحدش میدونستین حفظه الله گفته بودین ان شاء الله علم، اما دو برادرها هستن که اونا را مقصد خوارج میگن. حالا هم ابو حنظله را حفظه الله میگن و الله حفظش کنن میگن و دعا میکنن، اما خطا که دارد میگه کمتر در بعضی مسئله ها غلو کرد میگن. خوارجی 100% گفته نمیشه، برای اینکه اونها اصول منهج خوارجی والله اعلم نگفتند، اصول مذهب خوارجی نگفت، غلو در بعضی مسائل کرد. هستن استاد که مقصد خوارج گفترد میزنن سبحان الله اگر کمتر نصیحت میکردین والله اعلم شاید اونها اون چیزی رو دیدن اگر به دلیل و حجت. ما فقط نصیحت ما این است که در حق کسی گپ نزنید با دلیل. خوارج یک کسی رو باید اصول مذهبی خوارج بیارد، اصول مذهبی خوارج. تسلسل در تکفیر یکی از اصولهای مذهب خوارج است. تکفیر بلا مناط یکی از اصولهای مذهب خوارج است. تکفیر در گناه کبیره اصول مذهب خوارج است. یکی از این اصولها داشته باشد، اما اصول نداشته باشد، در یک مسئله سخت رفته غلو کرده باشد، دوسری مسئله بشده هیچ وقت یک اهل سنت طالب علم هیچ کس فرق ندارد خوارج میگه. بارک الله فیک. جزاک الله خیر. السلام علیکم. دیگه بارک الله فیک. السلام علیکم و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. عمر چطوری نک خوبی؟ الحمدلله. برادر میگم دعای هست که ذهن انسان زیاد کنه. بله دعاست. الله سبحانه و تعالی در قرآن به پیامبر صلی الله علیه و سلم تعلیم داده است. الله در قرآن میگه و قل رب زدنی علما و بگوی
محمد که الله علم مرا زیاد بکن. این دعا خیلی ضرور است به هر یک مسلمان که بگه که ربی زدنی علم، ای الله علم مرا زیاد بکن و از گناه دور بشود، چشمش نگاه می‌دارد، ان شاء الله به همین ذهنش گشوده میشه ان شاء الله. اینجا سلمان چون جنایست است بدون روزکی брат Абу Мухаммад Мадани хафизахуллах, если طالب العلم из-за того, чтобы якобы Ибн Таймия сказал дуа и просьба, дуа к мертвым является бида. И этот талибуль илм не смотрит на другие его слова и скажет тоже, что это не ширк, а путь к ширку. То есть ширкуль асгар, это не является слепое следование в дозволении ширка. Если талибуль это баракаллаху фикум, это является слепое следование. Он должен посмотреть. Некоторые студенты, которые вот, взяли одного слова Ибн Таймия рахимахуллах, бида, после этого они посмотрели другой, тоже они читали другие слова Ибн Таймия. Они читали, знают, не принимают просто. Субханаллах. Проблема вот здесь. Проблема в том, что, например, я разговаривал с несколькими человеком, вот, студентом, которые говорят, это бида, да? Дуа уль-маит. Дуа, талабу дуа мин-аль-маит. Просьба, дуа из мертвого. Например, из пророка Сасами сказал. Они говорят, что Ибн Таймия рахимахуллах сказали, это бида. Они сказали, это ширкуль акбар. Мы им объяснили, мы им доказали, мы им читали, мы им направили. Ученые написали книгу, собрали все слова Ибн Таймия. Они знают этого, читают, и после этого не принимают. Вот проблема, где является. Аллаху муста'ан. Абу Джубар میگه شیخ همین حدیث دوتا بود سیاست ما یک چند صفحه بود بهتون کرده که حدیث ذات و انبوب به بیخ و ریشه ضعیف است. هم ضعیفی در سند و هم در مخلوق. سنان ابن ابی سنان مثلا یک انسان در سندش است ضعیف است، متروکی از ضعفا متروکی است و در دوامش در حدیث آمده است که حدیث از یک صحابه نقل میشد که ابو بلتعه انا ببلتعه رضی الله عنه. ابو بلتعه گوید که مسلمان ناز مسلمان شده. اونو که ابو بلتعه ناز مسلمان نشده بودن پیش از این قصه 8 سال 9 سال پیش 10 سال پیش مسلمان شده بودن و در متنشان مشکل وجود دارد. بالاخره حدیث ضعیف است. Люди говорят, они прямо говорят, что это ширкуль асгар, а мы говорим, что это ширкуль акбар. Да, они дулляну, они сами стали в огромном проблеме, который только тауба делать надо делать. Субханаллах. Also در مصر شخصانی که عقیده درست دارند ولی در نماز رفع الیدین نمیکنند. نمازشون درست میشد ولی نمازشون درست است لیکن کمبودی دارد. نمازها گناهگون است. در نزد الله سبحانه و تعالی نمازها گناهگون است. نماز همون کسی قبول میشود زودتر قبول میشود اجرش کاملتر است که به پیامبر صلی الله علیه و سلم مانندتر باشد. چقدر موحد نمازش به پیامبر مانندی نکند همون قدر نمازش درجهش اجرش ثوابش کم می شود و قبول شویش به مشکلی دچار می شود. پیامبر گفتن صلوا کما رأیتمونی نصلی. نماز خونید چگونه که من نماز میخونم. پیامبر رفع الیدین کردن. تو به کی پیروی میکنی؟ به کی تقلید میکنی؟ کورکورانه. به کی رو میگیری؟ احمد جان احساس که سلمان چویدی تاجیکی رو میداند تاجیکی جوابش میتیم. روسی نوشته است ما روسی جواب میدیم. از کجا میدونیم تاجیکی رو نیستنش؟ ما مثل صوفی ها از غیب
بر دروغ میگن که غیب ما میدونیم که دروغ ما از پیش خود دروغ نگوییم. روسی گفت شاید بودن کدام کسی که روسی است. برای ما با تاجیکا میگیم که تاجیک باشی و خیر چرا روسی مینویسی برادریز؟ حیران میشه آمد. اینجا همه تاجیک هست. خیر با زبان مادری نویس که دیگه برادران خواهران سوره برام خیر. یا بعضی کسایی که ماده نام برآورده نه حیاک الله ماده نام در کنار روسی گاودن فروتوی میشه. تاجیکی میفهمد آدم خوب میفهمد تاجیکی. من میگفتم سخنتون نبریدم. حیاک الله ممکن نداره ما تشبیه نکنیم به این جوهلایی که امروز در دوشنبه و خوجند اینو هست. این جوهلا من رفتم تو ده یک اوریل اومدم انا خیلی گپ میزنم دو کلمه تاجیکی دو کلمه روسی و همین با چی میگه همین یک خیلی هم پیشرفت مدنیت نو کردی تو مدنیت نداره. تو مدنیت میداشتی اولا زبان مادری میومد تاجیکی زبان مادری که نمیدونید تو مدنیت نفهمیدی فرهنگ هم نفهمیدی. تو اگر گپ میزده باشی در بین تاجیکا تاجیکی گپ زدن در بین روسی گپ زدن بکنه نداره. همش هم زبان الله کاریده است. اما اینیشه به اینیش اومخته کرده به زبان کبر نکن. به زبان هیچ کس به زبان بولو نمیشه. وقتی که زبان دو تو اومخته کردی لکه میشه رفته من. لکه هم قدر گرانده نیستی لیکن بالاخره یک ادب مدنیت هم چی نکنه نابود نکنه. مهندس پیسوت از فلان سوال میکنم درباره عذر بالجهل. میگوید کسی عذر میدهد به دلیل هایی که دارد وی برادر ما است و کسی که عذر نمیدهد وی هم برادر ما است و میگوید که هر دو این شخص ایجاد کردن اجر گرفتند. این گپ فلش تو این درجه نمیتونست که هر دو هم ایجاد کردن و اجر گرفتن نه. این فلش میگه بله هر دوش برادر ما است بله درست است. عذری از سبب جهل عذری شد از سبب تعویل عذری شد از سبب شبهه عذری شد. این مسلمان هستیم برادر ما است لیکن ما به حجت میرسونیم میفهمونیم نفهمد کافر است نمیشه گپ است سخنیانه علما است. یگان نفر عذری یک نفر کافر است نمیشه. عذری مسلمان است اگر جاهل باشد اگر دلیل نرسیدگی باشد اگر شبهه دار باشد اما اگر دلیل حجت رسد کافر است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد الله باشون برکت و ایاک و بارک الله فیک. کدام مدرسه ها رو خونین شما چی توصیه میدین؟ هر جایی که مدرسه هست غیر مدرسه هست حلقه علمی است جایی نباشد عقیده اهل سنت و جماعت باشد همینجا نشینه نمونست. انا همینجا مثلا انا اینجا بیادم همینجا نمونست. همه گوجون نروید همین سخنی اهل سنت همین سخنی میگوید. اگر یوبید هم نمیگن نه یوبید یکم گمراه دیگر سخنی میگد گمراهش نمیگد. بالاخره گوجونی نباشید. بسیار علما که ما داریم ایجاد رفتن لیکن الحمدلله آموختن بهترین آموختن. السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت الله. شیخ همیشه روزی گفتم که تا عقیده یا نفهمه نماز نخونین از پشتی اونها. اخی همین عقیده شد ما در این مسئله صحبت کرده هستیم 3-4 هفته یا 2-3 هفته. در باب فقه الصلاة خلف مستور الحال نماز خواندن در پشت آدمی که حالتش مستور است پنهان است و اینچنین در شرح اعتقاد سفیان الثوری رحمه الله شرح اعتقاد سفیان الثوری هم شرح دادم 2-3 هفته همین مسئله کدام قاضی چه سنجیم چه نسنجیم تو بجا ممکن نه ضرر است ضرر نیست همه خواهش میکنم گوش بکنید انشاءالله گوش بکنید. شرح اعتقاد سفیان الثوری حلقه و آخرش نماز در پشت مستور الحال همینجا هست. بارک الله فیک. جزاک الله خیر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شیخ ابو محمد یک سوال داشتیم درباره عقیده استاد ابو حنظله جوانمرد حفظه الله.
کنیم. بفرمایید. چه ابو حنظله جوانمرد یکی از جوانمردهای واقعا طالب علم‌های اهل سنت و الجماعت است. از افغانستان فارسی زبان، یکی از علمای فارسی زبان است. حفظه الله منهج اهل سنت و الجماعت دارد و یکی از طالب علمان حقگو است. من در حق این برادرمون نظر کردم و از دیگر برادرها پرسیدم، علما پرسیدم، سخنهای ایشون رو دیدم که یک طالب علم واقعا حقخواه و حق طلب و مجتهدی که حرکت دارد برای فهمیدن حق. و الحمدلله ما الله را شکر میگیم که این چنین طالب علم هستند. ما همچنین حساب میکنیم ولا نزکی علی الله احد، و در نزد الله هیچ کس تزکیه نمیدهیم. نحسبه والله حسیبه، ما همچنین گمان و اندیشه داریم در حقشون. اما ابو حنظله که دیگر ابو حنظله هست، دیگر نفری که کمی پیشتر گفتیم او دیگر بود، او ترک بود، درباره ترکی گفتیم. فهم شد برادر؟ بله استاد، در حق استاد ابو حنظله جوانمردی که از افغانستان هستند، در یوتیوب یک نوار کدام صوفی جاهل نوار شما را بریده و در وی منتشر کردن. استاد ابو حنظله را گفته بودن که همین ابو محمد مدنی شیخ در حق من میگه و گفته باشن، ما گفتیم که نه انشاءالله که این چی گفته؟ چی گفته؟ استاد ابو حنظله من بیخبر هستم. نوار پیش من است، کسی منتشر کرده که معلوم است، اما استاد ابو حنظله دیدن و میگه و گفتن مثلا که آیا شیخ ابو محمد گفته باشن، ما گفتیم که نه انشاءالله که این منتشر. نه برادر، با شیخ با استاد ابو حنظله جوانمرد از ما سلام رسونید و بگوید که ما همیشه در حق ایشون گمانی که داریم گمانی منهجی هست، گمانی که گمانی منهجی همین است که ایشون رو در منهج میبینیم، ایشون رو پیروی از قرآن و سنت و با فهم سلف میبینیم و ایشون رو یک از طالب علم جماعت میبینیم. لیکن باید به این طالب علم ها رسانیده شود، به این طالب علم رسانید که امروز از یک جانب خوارج ها، از یک جانب جهمی ها میخواهند که در بین طالب علم های اهل سنت دسیسه را ایجاد بکنند. به این دسیسه بناگاه گرفتار نشوید، این منتج ها رو اهمیت ندید. هر چیزی که شد من همین خیلی به ما خبر بدین، ما حقیقتی امر میگیم. یگان جایی اینجا روسی و منافقی نیست، الحمدلله ما اشکار واضح عقیده‌مون معروف است. حفظه الله، الله حفظش کنه. حتما رسونید. جزاک الله خیرا استاد، الله شما را می‌بخشد. آمین آمین. ایاک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب است ان شاء الله؟ الحمدلله برادر. شما خوبه؟ چیه برادر؟ شیخ در یک قول ابو حنیفه رحمه الله صحبت کنیم. برادر میگم قولش پرت افتادم خیلی خیره است. یک دقیقه شیخ من قول رو بیام خیلی خیره است که بخونم. یک دقیقه باشه برادر. اگر خوب میشد با توانه در اینجا پرتویت کامنتر رو بگذارید، ایلوه کنید. شیخ نپرسیدن متن میره پرسه که انا گفته میگه که ابو حنیفه که سحر حقیقت ندارد. همین قول به ما رای کرده. قول نمی آید ابو حنیفه است، باید با آیتش هست تله گرفت. شما صحبت کنید. يخيل إليه من سحرهم أنها تصبلت. این مسئله رو ما در نماذج الاسلام هم بیان کردیم که در بین علمای اهل سنت و جماعت، حتی در زمان سلف متقدمین و غیره، در مسئله سحر اختلاف بود. همشون میگفتن که سحر هست، بله سحر هست، سحر قبول داشتن که سحر هست، لیکن آیا همین سحر حقیقت دارد یا خیال است؟
بعضی از علما خطا کردند و گفتند که این حقیقت ندارد و خیال است. یعنی فقط همین سیر یک فریب دادن و چشم نمایاندن و خیال گفتند. اما خود سیر حقیقتا با انسان ضرر رسونده و آدم مثلا مریض کرده و غیر میکند یا نمیکند. به انا همینجا بارک الله فیکم بعضی از علما گفتند که حقیقت دارد. لیکن قول راجح معروف است که سیر حقیقت دارد و این یکی از خطاگی ها است که بعضی از علما این خطاگی کردن. بارک الله فیکم. فهم شده؟ حالا خیلی شیخ در مسائل نماز هیچ در مسئله را خونم شیخ در مسئله ذکر میکنه میگوید که یک شخص میگه اگر نماز این دیر کنه میگه اگر میگوید مکانی مصلی باشد مکانی که آماده خاص برای نماز او باشه میگه اگر دیر کنه میگه لا یصلی صلات العید میگه لیکن نماز ایده نمیخونه بل میگه یسمع الخطبه میگه افضل من صلات العید میگه یکی نمازی برای گوش میکنه میگه بهتر از این میگه چون که میگه در موعظه در خطبه میشه بهتر نمیگه یک مسئله ذکر میکنه. اما میگه اگر که مسجد باشه میگه مسجد باشه دو وجه ذکر میکنه. مسجد باشه میگه انا یک میگه مسجد باشه میگه اگر دیر کرد میگه میگه تحیه مسجد میخونه نماز هیچ ایسرش ساقی میشه میگه. بله برادر زمین یک اجتهاد علما این مسائل اجتهادی است که علما چند نوع قول ها هست. یعنی خیلی مسئله موضوع که اجتهادی بعض از علما میگن که خطبه را گوش میکنن در هر دو حالت خود در مسجد باشد خود در مصلی باشد بعد از خطبه به پایان رسیدن نمازش میخوند میگن دو 4-5 نفر باشد جماعت کرد نماز میخوند. بعض از علما میگن که در حالت خطبه هم در یک چیزی ساده نماز میخوند. بالاخره این مسائل اجتهادی است. اگر به یک از این قول ها کسی رود والله اعلم و این حکم به گناهکاری و بدعت و غیره کردن میتونه خیلی مسائل فروعات و جزئیات است. لیکن بهتر و افضلترش همین است که خطبه را گوش میکند و نماز میخواند. خطبه را گوش میکند نماز میخواند. خصوصا در منطقه های ما که خطبه را گوش نکنید خیلی وجود میاد. خطبه را گوش میکند نماز میخواند. اما در مکه و مدینه و در این جاها باشد نماز خونده میگیرد. بو نظر بارک الله فیک. الله خیر شیخ در باب یعنی قدر غلط در کتاب علم مطلوبات داره قدر و غیر غلط در باب بارک الله فیکم. البته در زمان سلف صالح تا زمان احمد ابن حنبل قدریه ها را غلط و غیر غلط گفته تقسیمات نمی کردند. همه قدریه ها را میگفتن که القدریه تو کفار. همه قدریه ها کفار است. اول قدریه ها کی است؟ اینها یک مذهب در باب القضاء و القدر گمراه شده ها. معروف است که در باب قضا و قدر سه مذهب بزرگ است. مذهب حق، مذهب اهل سنت و الجماعه که تقدیر را دو قسم میگن، کونی و شرعی و کوناً بعضی چیزها الله سبحانه و تعالی اجازه داد و شرعاً این حرام کرد و غیره. و مذهب یکی از گمراه‌های سخت‌ترین که جبری ها هست مانند اشعری ها جبری ها که اینها میگن که همه چیز نوشته شده است تو اختیار نداری، هر یک کاری که میکنی این از گناه به تو نداری، گناه کنیم این از گناه تو نیست. مقابل اینها یکی از فرقه های باطلی مذهب باطلی در باب تقدیر این قدریه است. قدریه ها کسایی هستند که سبحان الله میگویند که همه چیز در دست خودی بنده است، همه کار به اختیار بنده بشود. یعنی الله سبحانه و تعالی آینده تو رو نمیدونست، علم الله رو این کار میکنه. البته که قدریه ها علم خیر الله این کار نمیکردن. قدریه ها در اول میگفتن که الله چیزهای خیر نیک خوب آفرید و همه چیزهای خوب شدنش خیر خوبش آینده میدونه، اما الله چیزی بد شر نآفرید و نمیدونه. بعد از به وجود آمدن بعد الله میدونه که همین چیزی بد به وجود آمد. اعوذ بالله. خالق الخیر الله میگه، خالق الشر بنده میگه. برای همین علما گفتند، علمای سلف صالح، که القدریه مجوس هذه الامه،
قدریه ها مجوسی این اومد. برای چی مجوس؟ برای که مجوسی ها و آتش پرست ها هم دو اله دارند، اله الخیر، اله نور و اله ظلماتی، اله شر. و قدریه ها سخنشون همین شد که الله اله خیر است، خیر آفرید و خیر میداند، لیکن بنده ها اعوذ بالله خلق کننده چیزی شر، یعنی اله شر است. گفتنیم نتیجه برآمد سخنشون. برای همین سلف صالح تقسیم نکردن، قدریه های غلات و غیر غلات نگفتن، همیشه کفر افتاد به اجماع. قدریه ها همیشه کفار است. اما وقتی که آمد عصر سه شد، عصر سه زمان حضرت احمد ابن حنبل رحمه الله که در عصر سه وفات کردن، انا همین وقت آخر عصر دو و سرشوی عصر سه، احمد ابن حنبل اولین امام اهل سنت و الجماعه از سلف صالح هستند که قدریه ها را به دو قسم تقسیم کردند. قدریه هایی که غلات است. اینها کی است؟ کسایی که معنای سخنش میفهمد، آشکار و واضح میگوید که الله علم خیر دارد اما علم شر ندارد و انا خیلی آشکار میگوید اینها قدریه های غلات است. اما قدریه های غیر غلات، قدریه هایی که غلات نیست، اینها گفتن که انسان اختیار ندارد. گفتن که انسان اختیار همه چیز فقط انسان اختیار دارد گفتن، اما علم الله انکار نکرد. قدریه های غلات و غیر غلات فرقشان در همین علم الله است. قدریه های غلات علم الله در شر انکار کردن، قدریه های غیر غلات علم الله در شر بدی انکار نکردن، فقط گفتن که همه کار به اختیار خودی بنده میشه، اما الله هم میدارد. برای همین قدریه های غلات تکفیر کردن، قدریه های غیر غلات تکفیر نکردن. و همین منهج رو اینچنین در کتاب لمعة الاعتقاد ابن قدامة المقدسی صاحب کتاب المغنی، لمعة الاعتقاد و غیره رحمه الله ذکر کرده. انا همین است برای بارک الله و یک شیخ بانجا مثلا که الله سبحانه و تعالی خلق کننده اما فعل بنده است، اما میگه که آیت میگه که و هدیناه النجدین، میگه اما میگه بنده اختیار داره و هدیناه النجدین. الان میگه ما دو راه گذاشتیم، مثلا بنده کدومش انتخاب کنه؟ بله. شیخ درباره یک گروهی که بعضی برداشتن معلومات داشته، گروه مفوضه که در باب اسماء و صفات مثلا بعضی میگه که توی آیت باشه میگه الله اعلم بمراده، الله اعلم بمراده، یعنی هر یک صفتی که اومده است اون معنا مفهوم دارد. مثلا الله اعلم بمراده، الله میدونه منو. شما گروه مفوضه یک برای معلومات ان شاء الله. بله، در باب اسماء و صفات 4 مذهب وجود دارد. بالعموم 4 مذهب وجود دارد. بعد از گفتگو و تحقیق 10 سال 5 سال میکنه، دقیقاً رزولتات نتیجه همین است که در توحید اسماء و صفات 4 مذهب وجود دارد. اولا مذهب حق، مذهب اهل سنت و الجماعه، میگن که همه نامهای الله 99 نام الله از صفاتهای الله به وجود آمد، همه نام الله صفت دارد و همه صفت معنا دارد و هر آن چیزی که الله و رسول الله در حق الله ثابت کردن ثابت میکنیم، نفی کردن نفی میکنیم. از پیش خودمون صفتی رو نامی رو به الله نمیگذاریم و اما در کیفیت و چگونگیش صحبت نمیکنیم و تعطیل هم تشبیه هم نمیکنیم. این منهج اهل سنت در حالت اختصار است، منهج سلف صالح. چه که در کتاب لمعة الاعتقاد ابن قدامة المقدسی رحمه الله عقیده سلف همجا آشکار ذکر میکنه. عقیده سلف همین است. 4 زینه دارد عقیده سلف صالح در اسماء. اما مذهب باطل دوم از جانب یک جانب اهل سنت اینها مشبهه ها هستند، یا ممثله یا که مجسمه گفته میشه. البته مشبهه ممثله فرقش هست. تشبیه و تمثیل چی فرق دارد در لغت میدونه؟ تشبیه بعضی جواب تجمعان کردن، تمثیل 100% مانع کردن، مجسمه جسم به الله قائل شدن. اینها مشبهه ها، ممثله ها، مجسمه ها یک مذهب هستند. اینها کسانی هستند که صفت الله در اثبات کردن غلو کردن. الله صفاتش اثبات کردن، اینقدر غلو کردن که صفاتهای الله به صفاتهای بنده ها مخلوق تشبیه کردن و حتی با الله جسم قائل شدن، رگ و پوست و گوشت قائل شدن. اعوذ بالله. و اینها کافر هستند. سلف صالح اینها را تکفیر کردن. وقتی که ممثله و مجسمه را انکار کردن تکفیر کردن. اینها به شرک و
التمثيل و شرک التشبیه واقع شده، به کفر التجسیم واقع شده. و این فرقه مذهب دوم مذهب باطل بود، یکی از مذهب‌های اولی مذهب باطل. مقابل اینها یکی از مذهب‌های باطل در این طرف، یک طرف در اثبات غلو کرد، یک طرف دیگر در تعطیل، در انکار غلو کرد. اینها رو معطله گفته میشه. اینها کسانی هستند که معطله هستند، کسانی که صفات الله انکار کردند. در انکار کردن الله پاک کردن، گفتن که ما الله پاک میکنیم، از تشبیه کردن پاک میکنیم، الله بزرگ میشماریم. گفتن اینقدر غلو کردن که بالاخره صفاتایی که خود الله ثابت کرده بود، اثبات کرده بود، همون رو هم انکار کردن. نامهای الله سبحان الله به معنا گفتن، صفات همیشه انکار کردن. و مانند امروز اشعری و ماتریدی و رافضه و صوفی و غیره، سبحان الله، گمراه معطله ها گفته میشه. اکنون این سه مذهب است و این سه مذهب خیلی مذهب همه به معروف است، مذهب حق و دو مذهب. مذهب اهل سنت در یک طرف، در پهلوی اهل سنت مذهب مجسمه ها، در یک طرف دیگر مذهب معطله ها. اینها معروف است، دو فرقه باطل و یک فرقه حق. اما یک مذهب دیگر است، این مذهب خیلی هم خطرناک و بسیاری ها از این مذهب بیخبر هستند. این مذهب رو علما علاهیده نوشتن، کتاب ها نوشته شده است، سلف صالح هم در این مسئله خیلی صحبت ها کردن و این مذهب رو علما در درون مذهب معطله داخل میکنن. اهل تعطیل، مجسمه به نمی رود و معطله به می رود. اینها رو نامشون رو گفتن مذهب اهل التفویض. تفویض چی گفته نگاه است؟ تفویض یعنی ما نمیدونیم، اینه به الله میگذاریم گفته است. مذهب اهل التفویض، اهل التفویض اینها کسایی هستند که گفتن که همین نامهای الله 99 نام است، اما ما این نام معناش نمیدونیم که چی معنی داره. الرحمن چی معنی داره نمیدونیم، الرحیم چی معنی داره نمیدونیم، الله میدونه، خودی الله میدونه، الله رو ترک میکنیم. اینها یعنی معنای سخنشون همین است که الله از ما طلب نکرد، الله از ما نخواست که معنای این کلمه ها رو دونیم. به زبان عربی هم معنای این کلمه ها رو ما دونستن به حق نداریم، فقط میگیم که الله میدونه. یعنی همین 99 نام الله خوشخولی یک کلمه است، یک کلمه بی معنی خوشخولی، فقط میگویی یک. و این چنین صفاتهای الله رو، صفاتهایی که الله به خودش بیان کرد، مثلا 99 نام الله صفات دارد، الرحمن یا که الصبر، الغضب، یا که دیگر صفاتهایی که از وی نام گرفته نمیشه، بمانند الضحک، بمانند نزول، بمانند صفاتهای ذاتی، بمانند مثلا دست، چشم، پا، کلمه هایی که اومده است به زبان عربی. ولی نزل یا صفت نزول، نزول معناش چی بیاد نمیدونه. بگه ما صفت نزول اسم، لیکن معنای نزول ما نمیدونیم چی بودنش. نزول فرو بدن، دیوار است، ماشین است، کلچی است، هیچ هم ما نمیدونیم چی است. یک کلمه خوش خالی است، الله میدونه. ضحک، الله خودش میگه که الله میخواند. ضحک، همین کلمه ضحک چی معنی دارد نمیدونیم. ما میگیم که الله ضحک، لیکن معنای ضحک نمیدونیم چی میگه. خندیدن و رفتن و اومدن و این چی، یکون چیزی نمیدونیم، یکون چیزی این نمیدونیم. غضب هم خیلی میگه که الله پا دارد، الله دست دارد، لیکن نمیدونیم که دست چی گفته نگم، پا چی گفته نگم. علمین تفویض میگه، تفویض یعنی که اینها میگن که معنای این خودی الله میداند. و همین سونی میگه که علمین است مذهبی سلف صالح میگه این نوعقل کرده است، این مذهبش مذهب کفر است، این مذهب باطل است. بلکه سلف صالح معنای نامهای اسماء، نامهای الله و معنای صفاتهای الله رو به زبان عربی میفهمید. چون که الله در قرآن میگه بلسان عربی مبین، ما به تو قرآن نازل کردیم با زبان عربی آشکار. همین عرب کلمه دست چی میفهمد؟ دست میفهمد، دست میگوید، لیکن فقط مانند نمیگه. دست ها بسیار است، دست انسان، دست جن، دست گاو، دست حیوان، دست بسیار است. دست الله به یگان نمودی دست مانند نمیکنه. یعنی اهل سنت و جماعت معنای
معنای کلمه را تفویض نمیکنند. الله میداند نمیداند، معنای کلمه را ما میدانیم، خود الله به ما خبر داد معنای کلمه را. اما ما چگونگی رو، کیفیت رو تفویض به الله میدیم. ما میگیم که چگونگی صفت رو خود الله میداند، ما نمیدیم. الان اینجا تفویض میدیم الله، زیرا که این صفت رو الله چگونگی دارد یا ندارد؟ بله چگونگی دارد. الله پوش چگونگی دارد، الله دستی چگونگی دارد، لیکن به ما خبر نداد، ما نمیدونیم. لیکن به ما نگفت، ما نمیدونیم. به ما نامد، این خیلی بس نمیدونیم. لیکن برای همون میگم که خود الله میداند که دستی الله چگونه است، پوی الله چگونه است. انا همین است عقیده اهل سنت و جماعت. عقیده تفویض به معنای اینکه نام الله بیاد بگه که والله اعلم بمراده، همین نام به همین معنا که معنای این ما نمیدونیم، این اهل تفویض است، این یک گمراهی ضلالت است. اما بعضی از علما را همچنین طعنه میزنند، حتی خودی ابن قدامت المقدسی رو هم طعنه میزنند که تفویض بود. این غلط است، این غلط است. بلکه ابن قدامت المقدسی و دیگر علمای اهل سنت و جماعت میگفتند که همین نام‌های الله به زبان عربی معناش میفهمید، فقط تصویر نمود شکل اینها رو ما نمیدانیم. والله اعلم بمراده، الله خودش میداند مرادش و همون صفتش. به همین ترجیح کردن و ترجیح دادن و طعنه‌ای که به بالای علما اومد همچنین جواب گفتن. بارک الله فیک. برادر ابو یوسف فهمون شد؟ و علیکم السلام و رحمت الله. در کتاب امام معصوم اعتقاد ما باید تقدیم که مثلا در باب اسماء و صفات چیزایی که ثابت است یعنی معناش به الله میگذارن و یک گروه گمراهی. بله بله بله. همین درس‌های توحیدی که برادران سلسله درس‌های توحیدی داریم، 50 حلقه درباره اسماء و صفات صحبت کرده هستیم. الان اونجا خوب گوش کنید، ما کتاب لمعة الاعتقاد هم اونجا شرح داده هستیم. شرح علی ابن خدای و تسعینیه خیلی کتاب زیاد هم استفاده داده است. بارک الله فیک. و علیکم السلام. یک برادر گفتن خیلی خوبه برادر، جزاک الله خیر. لیکن ابو سلیس میگه که اخی محمد موکی یک اخی من از استاد سوال کردم درباره عقیده استاد ابو حنظله افغانی، تو با استاد روان کنم ذات سیکران کردم اما درست نیست. ببینید مشکلی است. حالا اگر من یک مرتبه دیگر تکرار کنم ضبط میکنید یا که با سیکران شما مشکل میگه چون کنم تکرار کردش نیست اشتباه. بله ضبط کنید. ما میگوییم گمان ما در حق شیخ الاستاد یکی از برادرهای طالب علم خودمون ابو حنظله جوانمرد افغانی، یکی از علمای فارسی زمان این است که میگوییم این جوان در منهج اهل سنت و جماعت است. تا جایی که ما از سخنگویشون از دیگر برادرها فهمیدیم دیدیم من قرآن و سنت با فهم سلف است. یکی از طالب علمان اهل سنت و جماعت است. درباره عذر بالجهل هم، درباره عذری هم، درباره حکم هم، درباره همه مسائل ها خود اهل سنت و جماعت است. زیرا که اصول اهل سنت و جماعت است. ما این برادر احترام میکنیم، به خاطر الله دوست میداره، به خاطر اینکه در حق است، در منهج است. و میگویم که نحسبه كذلك والله حسیبه. ما نمیخل گمان میکنیم، ظاهرا نمیخل دیدیم و الله با خودش خوب میدونه. ولا نزکی علی الله احد. ما در نزد الله هیچ کس تزکیه داده نمیتونیم، فقط ما همخل دیدیم که یکی از طالب علمان اهل سنت و جماعت است. استفاده کنید، گوش بکنید و اینچنین با این برادر بزرگوارمون ابو حنظله میرسونیم که احتیاط باشند که امروز اهل بدعت از خوارج ها و از جهمی ها، غلات جهمی و غلات خوارج میخواهند که بین ما طالب علمان اهل سنت فتنه به وجود بیاد، بین من شما، بین ما و عبدالظاهر داعی باشد معرف رو و غیره دیگر کسی نباشد. اینها فتنه رو
میخیزانند و صوفی ها منتج کرده شدند. سخنهای شما را خطا میکنند، ما را برده به شما را آورده به ما میزنند. خوارج ما را برده به شما را به ما. احتیاج باشید یک بار به این چیزها اهمیت ندید. هر چیزی که از ما شنیدید به ما برایید و ما هم هر چیزی که از شما شنیدیم به خود شما میبریم. الله همه طالبان اهل سنت و جماعت رو حفظ کند. بارک الله فیک. امیدوارم ان شاء الله که برادر میرسد. شما رسونید اگر تسجیل شده باشد. بله برادرها بفرمایید کسایی که در بالا هستید. از فرمایشات بشود. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الحمدلله برادر. بس جزاک الله. یک دو خواهش پیدا شده گویا شما گفته باشین که مجتهدین قبول نکنین یا مثال به هر کسی را که آدم نخواه قبول نکنه هیچ گم نیست. ما مثال میاریم ابن کثیر را قبول ندارن، ابن تیمیه را قبول ندارن، امام ابو حنیفه را قبول ندارن. میگیم سبب چیست؟ میگن شیخ ابو محمد مدنی گفته همه را قبول نکنید هم نیست. اینها یک گمراهایی هستند، یک جهلایی هستند که از سبب جهل شیطان اینها را فریب داده است. شاگردای شیطان هستند، گمراه هستند و اینها به شما برادرها بازی میکنند، مسخره و شوخی میکنند، استهزا میکنند. از نام من شما را بازی میدارند. اینها سخن حق میگن لیکن مقصدی باطل دارند. بله انسان یک آدم اگر قبول نکند و مقصد این که انا سلف این سخن قبول کردم، این سخنشون مخالفی سلف از من قبول نمیکنم، گفت بوک ندارم. چله که امام مالک گفتن کل قول میؤخذ و یرد الا صاحب هذا القول صاحب هذا القبر. همین سخن قبول کرده و رد کرده میشد ولی سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم، یعنی سخن علما به ذاتش یگان حجتیت ندارم. سخن علما را ما نظر میکنیم که وقتی که موافقش سخن پیامبر است قبول میکنیم، وقتی که مخالف است قبول نمیکنیم. وقتی که سخن علما موافق سخن پیامبر است اگر قبول نکنی پس گویا که سخن پیامبر قبول نداری. تو بازی بدین داری، تو استهزا میکنی. سخن ابن کثیر رحمه الله، ابن تیمیه رحمه الله، ابن القیم الجوزی رحمه الله، ابن جریر الطبری رحمه الله، این سخن علما وقتی که به سخن سلف موافق آمد، به صحابگان موافق آمد، به فهم صحابگان موافق آمد، به پیامبر موافق آمد، نگرفتی پس تو گمراه هستی، تو در ضلالت هستی. اما یگان وقت خطا کردن قبول نکردی، زیرا که جلل داری که سخن سلف دیگر به سخن اینا دیگر است، بله بوک ندارد لیکن رحمه الله میگه. اما این جهلا را ما دیدیم که ابن القیم الجوزی رو معترضی گفتن دیروز یکی از اینها، ابن تیمیه رو ابن کثیر رو همیشه گمراه میگه، تکفیر میکنه. از این جهلا، از این چوجچه ها که استنجا را حال نمیفهمد دور باشید. بارک الله فیکم الورز. لیکن باید دور که اینها خائن هستند، این کذاب ها خائن هستند، اقلا مردیگری ندارن، برای من نام مورد میخوان که سیاه کنند. زیرا که منم دیدم که در گروهشان مقتلی قاضری مشرک هم خیلی نشته است. من هم تکفیر میکنم. وقتی که محمد ابن عبدالله ابن تیمیه و دیگران را تکفیر کرد خرجی چی است؟ اینا فریب میدن. یک دوسته کودک است، توش کنه نمی کودک را خیلی نکنید، کودک بازی نکنید، تمام است مثلا. خیرا نکنید، همی عبدالله کنید درستانی تو شهید هستی والله عالمی و موسیع از عذاب کسان تا عمر بدوز عبدالله مونده. شما در خیلی است گروه هایی که هستن مثال فوسقی هستن و مثال کسبه و ایرانی دارن و گروه هایی که شیطون کفری دارن اونا را برادرهای هستن که مثال حقیر هستن میفهمن ما را ازلام کنن بگیرن گروه اسلامی جورش بکنن چی تو میشه و خیلی درست هست یک نبود کردنی کشی است. جزای خیلی السلام علیکم و رحمت الله. شبت وقتی شما کسایی که بود در انتظاری هستن یا دیگر طالب علم و مشایخ و برادر اهل سنت هستن ایشون با فردا در تماس هستیم. خیلی وقت برای من شد برادر ابو لقمان اومدن بعد از اینکه ما گفتیم به پایان رسونیم. اهلا و سهلا برادر عزیزم ابو لقمان، بارک الله فیک. از شما برادر عزیزم معذرت خواهی میکنم به تماس شما جواب گفتن نتونستم. یک چند روز کمی در حالت مریضی بودم و به تلفن نظر نکردم. ایشون یک روز نیم روز پس من به شما به تماس میبرم، یک خیلی گفتنی و داریم. ایشون سوال شما را ما گوش کردم ابو لقمان حفظک الله، ان شاء الله در تماس هستیم. خوبه برادر عزیزم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظك الله. من بشر الشيخ. آمين آمين.
حياك الله. حياك الله. ابو سوال بدای باز بله من اینا انشالله در یاد دارم، اون را انشالله در تنهایی صحبت میکنم. الله یسلمک. بهترش در حالت تماس است، تماس میگیرم از صحبت میکنم انشالله. الله یسلمک. حیاک الله. حیاک الله. جزاک الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فرصت انشاءالله که در حق امو عثمان جوزی جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. یک و بارک الله. بله یک چند کاموش در نزد ما سرسون دوستان در حق عثمان جوزی اگر ادیه میزنید مختفر انشاءالله فردا تمام انشاءالله انشاءالله فردا جواب کرده خود مسئله اسمای الله و مسئله مدخلی و بعد مسئله تو همشه چی کردم البته بهتری میشه صورت ایوره کنم خود انشاءالله تمام برای همین انشاءالله یعنی دروجانده به در تماس استیم. الله همین کار ایسو کرد در حق بنده و در نوع باشد. الله همون رسول خدام نگه میگرد و ایسو خاطر نصیب بکرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شیخ حفظك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.